قانون 5: نگذارید فرزندانتان کاری کنند که از آنها متنفر شوید. این شرایط واقعا خوب نیست. مدتی پیش در یک فرودگاه شلوغ پسر بچه 3 ساله‌ای را دیدم که آرام آرام به دنبال پدر و مادرش حرکت میکرد. او هر 5 ثانیه با خشونت تمام فریاد میکشید و از آن مهمتر این کار را به صورت ارادی انجام میداد. چون خودم یک پدرم، از لحن او متوجه شدم که طاقتش طاق نشده است. او والدینش و صدها نفر دیگر را اذیت میکرد تا جلب توجه کند. شاید هم چیزی میخواست، اما این راهش نبود و والدینش باید این موضوع را به او میگفتند. ممکن است شما اعتراض کنید و بگویید شاید آنها خسته بودند و پس از یک سفر طولانی دچار پرواز زدگی شده بودند. به هر حال 30 ثانیه وقت گذاشتن برای با دقت حل کردن مسئله ممکن بود این صحنه شرم‌آور را متوقف کند. اگر والدین این کودک پدر و مادری فکور بودند، نمیگذاشتند پسرشان که به دقت از او مراقبت کردند اینگونه نزد جمعیت تحقیر شود. همچنین زوجی را دیدم که نمیتوانستند یا نمیخواستند به فرزند 2 ساله‌شان نه بگویند. آنها مجبور بودند همه جا او را تحت نظر داشته باشند، حتی آن لحظاتی که میتوانست یک ملاقات اجتماعی لذت بخش پیش آید، زیرا در صورت نبود مدیریت ذره‌بینی آنقدر بد رفتار میکرد که نمیشد حتی 1 ثانیه هم او را بدون خطر رها کرد. اینکه والدین آن کودک اجازه میدهند فرزندشان هر کاری انجام دهد بدون اینکه او را مؤاخذه کنند، دقیقاً نتیجه معکوس میدهد. آنها وی را از فرصت انجام دادن عملی مستقل محروم میکنند. از آنجایی که والدینش جرأت نمی‌کنند معنای نگفتن را به وی آموزش دهند، در نتیجه او از محدودیت‌های منطقی که استقلال کودک نوپا را به بالاترین حد خودش می‌رساند هیچ درکی نخواهند داشت. جریان این کودک و والدینش نمونه قدیمی از این مفهوم است. بی‌نظمی افراطی باعث نظم افراطی می‌شود و البته عکس این قضیه هم ناگزیر رخ می‌دهد. در موارد دیگر والدینی را در مهمانی‌ها دیدم که نمی‌توانند با بزرگسالان دیگر گفتگو کنند، زیرا کودکان 4 یا 5 ساله آنها صحنه را به خود اختصاص می‌دهند و توجه همه افراد را به سوی استبداد کودکانه‌شان جلب می‌کنند. در این شرایط مامان و بابا نگاه می‌کنند، شرمنده می‌شوند و توان مداخله ندارند. مثال بعدی مربوط به پسر بچه‌ای است که با یک کامیون اسباب بازی فلزی به سر دخترم کوبیده بود. آن زمان دخترم بچه بود. همان پسر بچه را دیدم که 1 سال بعد با بیشرمی خواهر کوچکترش را به سمت عقب هل داد و روی یک میز عسلی شیشه‌ای انداخت. مادرش به جای اینکه دختر وحشت زده‌اش را بلند کند، بلافاصله پسرش را بلند کرد و همانطور که به آرامی به پشتش میزد، انگار داشت رفتار پسرش را تایید میکرد، با لحنی آرام به او گفت که دیگر این کارها را نکند. این مادر قصد داشت برای جهان یک خدا فرمان روای کوچک تربیت کند. این هدف ناگفته بسیاری از مادران و نیز کسانی است که خودشان را مدافع برابری کامل جنسیتی می‌دانند. چنین زنانی در صورتی که مرد بزرگسال شوهرشان دستوری بدهد با صدای بلند مخالفت می‌کنند و آن را انجام نمی‌دهند. اما اگر چند ثانیه بعد فرزند بسیار خودخواهشان که غرق بازی کامپیوتری است دستور یک ساندویچ کره بادام زمینی بدهد، دستورش را اجرا خواهند کرد. همسران آینده این پسران برای نفرت از مادر شوهرشان دلایل کافی خواهند داشت. آیا این پسرها نباید به مادران خود احترام بگذارند؟ پسران و مردان دیگر باید با آنها احترام بگذارند، نه پسر کوچولوی عزیز خودشان. موارد مشابه را میتوان تا اندازه‌ای دلیل ارجحیت فرزندان پسر در کشورهای نظیر هند، پاکستان و چین دانست. در این کشورها صدق جنین بر پایه جنسیت بسیار رایج است. صفحه مربوط به این موضوع در سایت ویکی‌پدیا دلیل ارجحیت فرزندان پسر به دختر را هنجارهای فرهنگی ذکر می‌کند. به ویکی‌پدیا ارجاع دادم چون به صورت جمعی نگارش و ویرایش می‌شود. بنابراین یک مکان عالی برای یافتن نگرش‌های پذیرفته شده است. اما هیچ مدرکی نیست که نشان دهد چنین ایده‌هایی لزوماً فرهنگی‌اند. دلایل بیولوژیکی روانی موجهی برای شکل‌گیری این نگرش وجود دارد که البته از دیدگاه برابرگرایی مدرن این دلایل اصلاً جالب نیستند.
به عبارت دیگر، اگر بر اساس شرایط مجبور شوید فقط روی یک نفر سرمایه گذاری کنید، معیارهای مطلق این منطق تکاملی میگوید که پسر گزینه بهتری است. در اینجا تنها موضوع مهم تکثیر ژن‌های شماست. چرا؟ در حقیقت دختری که بدون هیچ مشکلی باردار می شود می تواند 8 یا 9 فرزند برایتان بیاورد. 3 نسل از نوادگان مستقیم خانم ییتا شوارتز از بازماندگان معروف هولوکاست چنین روی کردی را پیش گرفتند. او در زمان مرگش در سال 2010 جد تقریباً 2000 انسان بود. اما اگر پسری داشته باشید که از لحاظ باروری مشکلی نداشته باشد، دیگر محدودیتی برای او وجود ندارد. او میتواند با چندین زن ازدواج کند تا تولید مثل را به شکل تصاعدی بالا ببرد، چون گونه انسان در هر بارداری یک بچه به دنیا میآورد. بنابراین ازدواج با زنان بیشتر آمار را تصاعدی بالا میبرد. بر اساس شایعات، وارن بیتی بازیگر و ویلت چمبرلین ورزشکار هر یک با صدها زن رابطه داشتند، موردی که در میان ستارگان موسیقی راک همچنان شناخته شده است، اما به آن تعداد فرزند نیاوردند، چون برنامه‌های کنترل تولید مثل در دنیای امروزی فرزندآوری را محدود می‌کنند. اما در گذشته افراد معروفی بودند که با چنین کاری میزان فرزندآوری را به صورت تصاعدی بالا بردند. برای نمونه یوکانگا جد سلسله چینگ تقریباً سال 1550 میلادی جد پدری 1.5 میلیون نفر در شمال شرقی چین بود. سلسله قرون وسطایی اونیل 3 میلیون نواده مرد تولید کرد که عمدتاً در شمال غربی ایرلند و آمریکا به دلیل مهاجرت مستقر شدند. همچنین در رأس همه آنها چنگیزخان فاتح اکثر نقاط آسیا قرار دارد که جد 8% از مردان آسیای مرکزی است. 16 میلیون نواده مرد طی 34 نسل بعد. بنابراین طبق یک دیدگاه زیست شناختی ژرف دلایل کافی وجود دارد که والدین پسران را ترجیح میدن و جنینهای مؤنث را از بین میبرند. البته ادعا نمی کنم این دیدگاه از دلایل اصلی این پدیده است و دیگر دلایل وابسته به مسائل فرهنگی را هم نقض نمی کنم. اگر در طول دوره رشد یک پسر با او به طور ویژه و خاصی رفتار شود و مورد توجه قرار گیرد، او می تواند به مردی جذاب، خوش ترکیب و با اعتماد به نفس تبدیل شود. زیگموند فروید پدر علم روانکاوی چنین موضوعی را مطرح کرده است. مردی که مورد لطف مسلم مادرش قرار می‌گیرد در سرتاسر زندگیش حس یک فاتح را دارد و همین اطمینان از موفقیت در غالب موارد موفقیت واقعی را رقم می‌زند. این جمله درست است، اما این احساس یک فاتح خیلی ساده می‌تواند به فاتح واقعی تبدیل شود. موفقیت قابل توجه چنگیزخان در زمینه تولید مثل به قیمت عدم موفقیت دیگران تمام شد، از جمله میلیون‌ها مرده‌ای که از میان چینی‌ها، ایرانی‌ها، روس‌ها و مجارها برجا ماندند. با توجه به ایده مشهور ریچارد داوکینز، زیستشناس تکاملی، لوس کردن یک پسر از دیدگاه ژن خودخواه نتیجه بخش است. یعنی اجازه دهیم که ژن‌های فرزند محبوب در نوادگان متعدد بعدی تکثیر شوند. اما در حال حاضر این ژن خودخواه می‌تواند به سرانجامی تیره و دردناک ختم شود و به صورت فوق‌العاده خطرناکی جهش پیدا کند. هیچ کدام از این مباحث بدین معنا نیست که همه مادران پسرانشان را به دخترانشان ترجیح میدهند، یا اینکه گاهی دخترها را به پسرها ترجیح نمیدهند، یا گاهی پدران علاقه‌ای به پسرانشان ندارند. طبیعتاً عوامل دیگر نیز می‌توانند غالب شوند. برای نمونه در برخی موارد خشم ناخودآگاه، گاهی تا اندازه خودآگاه، صرف نظر از جنسیت یا شخصیت یا موقعیت، هر گونه دلبستگی والدین به دختر یا پسر را از بین میبرد. پسری 4 ساله را دیدم که مدام گرسنه میماند. پرستار بچه مصدوم شده بود و او دائما میان همسایه ها دست به دست میشد تا به صورت موقت تحت مراقبت قرار گیرد. وقتی که مادرش او را به خانه ما آورد، به ما گفت که بچه در تمام طول روز اصلا غذا نمیخورد. او گفت البته اشکالی ندارد. البته بدیهی است که اشکال داشت.
وقتی همسرم مصرانه و سرسختانه و با مهربانی میخواست به این پسر بچه 4 ساله نهار بدهد، پسر بچه امتناع میکرد و با درماندگی مطلق و تعهد کامل ساعتها محکم به همسرم میچسبید. البته همسرم به خاطر همکاری این پسر بچه به او جایزه میداد و تشویقش میکرد تا به هر ترتیب نهارش را بخورد. در ابتدای کار این پسر بچه همراه ما، 2 فرزندمان و 2 بچه همسایه که در طول روز از آنها مراقبت میکردیم، سر میز نهار مینشست و دهانش را میبست. همسرم قاشق را جلویش میگذاشت و با صبر و اصرار منتظر میماند. اما پسر با عقب و جلو کردن سرش از ورود غذا ممانعت میکرد و روش‌های دفاعی به کار می‌گرفت که بچه‌های سرسخت و درست تربیت نشده استفاده می‌کنند. همسرم نگذاشت او از زیر کار در برود. هر بار که آن کودک دهانش را پر از غذا می‌کرد، دستی روی سرش می‌کشید و خالصانه به او می‌گفت که چه پسر خوبی است. همسرم واقعاً فکر می‌کرد او پسر خوبی است. او پسر بامزه و آسیب دیده‌ای بود. پس از 10 دقیقه نه چندان سخت، او غذایش را تمام کرد. همه ما مشتاقانه او را تماشا می‌کردیم. برای ما نمایش مرگ و زندگی بود. همسرم کاسه غذای پسر بچه را بالا می‌گرفت و می‌گفت ببین همه‌شو خوردی. این پسر همانی بود که وقتی اولین بار دیدمش ناراحت بود و داوطلبانه میرفت و گوشه‌ای می‌ایستاد. همان پسری که با بچه‌های دیگر تعامل نمی‌کرد. دائما اخم می‌کرد و زمانی که او را قلقلک می‌دادم و به بازی دعوت می‌کردم واکنشی نشان نمی‌داد. اکنون سر میز نهار بلافاصله لبخندی بزرگ و درخشان بر صورتش ظاهر شد. با دیدن این صحنه همه افراد سر میز خوشحال شدند. 20 سال گذشته است و در حال نگارش این کتابم، ولی باز هم این داستان اشک را بر چهره‌ام جاری می کند. پس از آن او در دیگر ساعات روز مانند توله سگی دستآموز به دنبال همسرم می رفت و چشم از او بر نمی داشت. وقتی که همسرم می نشست، این پسر بچه می پرید توی بغلش و آرام می نشست. او دوباره با دنیا آشتی کرد و در جستجوی عشقی بود که در سرتاسر زندگیش از او دریغ شده بود. چند ساعت بعد، خیلی زودتر از همیشه، مادر پسر بچه آمد. از پله‌ها پایین آمد و به اتاقی رسید که همه داخل آن بودیم. وقتی دید فرزندش در بغل همسرم آرمیده است، با سرخوردگی زیر لب گفت اوه مادر قهرمان. سپس مادر سنگدل و بیرحمش بدون هیچ تغییری دست پسر نگونبختش را گرفت و ما را ترک کرد. آن مادر خودش یک روانشناس بود. چیزهایی هست که حتی با یک چشم باز هم می توانید ببینید. جای تعجبی نیست که برخی افراد دوست دارند کور باشند. همه از حساب کتاب متنفرند. بیماران تحت درمان من مرتب پیش من می آیند تا در مورد مشکلات خانوادگی همیشگیشان حرف بزنند. این نگرانی ها درباره مسائل روزمره خطرناک است. معمولی و قابل پیش بینی بودن این مسائل آنها را کم اهمیت جلوه می دهد. اما این ظاهر کم اهمیت آنها فریبنده است. همین مسائلی که هر روز اتفاق می افتند زندگی ما را می سازند و در همین راستا زمان به شکل نگران کننده‌ای سپری می شود و این مشکلات روزمره همچنان برای ما بی اهمیتند. چند وقت پیش پدری در مورد مشکلاتی که برای خواباندن پسرش در شب‌ها داشت با من صحبت می‌کرد. طبق گفته وی خوابیدن پسرش معمولاً 3 ساعت طول می‌کشید و با جنگ و دعوا همراه بود. ما این فرایند خوابیدن را حساب کردیم. 45 دقیقه در روز که می‌شود 300 دقیقه یا 5 ساعت در هفته. طی یک ماه می‌شود 20 ساعت. 20 ساعت در ماه می‌شود 240 ساعت در سال. این 240 ساعت برابر است با هفته‌ای 40 ساعت کار طی 1 ماه و نیم. این مراجعه کننده من سالانه 1 ماه و نیم از روزهای کاری خود را صرف مبارزه بیهوده و بدبختانه با پسرش میکرد. بدیهی است که هر دو از این بابت زجر میکشیدند. هرچقدر نیتتان خیر باشد و هرچقدر مهربان و شکیبا باشید، نمیتوانید با فردی که 1 ماه و نیم از روزهای کاری سال را با اون میجنگید رابطه خوبی داشته باشید. ناگزیر نفرت شکل خواهد گرفت. اگر هم شکل نگیرد، کل این زمان ناخوشایند و تلف شده میتوانست به منظور انجام فعالیتی مفید، کم استرس و خوشایندتر صرف شود. این گونه موقعیت ها را چگونه باید درک کرد؟ تقصیر کیست؟ کودک یا والدین؟ ذات انسان یا جامعه؟ چه باید کرد؟ اصلا راه حلی وجود دارد؟ برخی افراد این مشکلات را تقصیر بزرگسالان می‌دانند.
چه والدین و چه جامعه بزرگتر. این افراد میگویند بچه‌ها که اصلا بلد نیستن، فقط والدین بد هستن. وقتی تصور ایدئال یک کودک معصوم به ذهن ما خطور می کند، چنین ایده‌ای منطقی به نظر می رسد. زیبایی، خلوص، شادی، اعتماد و ظرفیت عشق که در کودکان وجود دارد باعث می شود که به سادگی بزرگسالان را مقصر بدانیم. اما چنین نگرشی خوشبینانه، ساده‌لوحانه و خطرناک است. اگر والدین فقط یک پسر یا یک دختر مشکل ساز داشته باشند، این دیدگاه کاملا یک طرفه می شود. به علاوه نباید تمامی فساد انسانی را نسنجیده به گردن جامعه بیاندازیم. این نتیجه گیری فقط صورت مسئله را عوض می کند و هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود. به علاوه این نظریه چیزی را توضیح نمی دهد و مشکلی را حل نمی کند. اگر جامعه فاسد است ولی افراد داخل آن سالمند، پس منشأ این فساد کجاست؟ چگونه تکثیر می شود؟ بنابراین همانطور که قبلا گفتیم، این نظریه یک طرفه و کاملا آرمانی است. تفکر دیگری که مشکل سازتر است، پافشاری بر این نکته است که همه مشکلات فردی هر چقدر بزرگ باید از طریق بازسازی فرهنگی هر چقدر بنیادی حل شود. این تفکر به شکل منطقی از همان فرضیه فساد اجتماعی نشأت می‌گیرد که پیش از این درباره‌اش بحث شد. جامعه ما از پیشبینی با تقاضای نابودی سنت‌های پایدار کننده خود روبروست تا بدین طریق افراد بسیار کمتری را وارد گروه‌هایی کنند که ادراک ما بر پایه آنها شکل گرفته است. و البته این افراد در زمان حال یا آینده با این گروه‌ها تناسبی نخواهند داشت. این قضیه اصلا جالب نیست. مشکلات شخصی هر فرد با یک تحول اجتماعی برطرف نمی شود، زیرا تحولات بی‌ثبات و خطرناکند. ما یاد گرفته ایم با هم زندگی کنیم و جوامع پیچیده خود را به آهستگی و به تدریج در طول دوره‌های زمانی گسترده سازماندهی کنیم و به درستی متوجه نمی شویم چرا آنچه انجام می دهیم موفقیت آمیز است. از همین روی ممکن است تغییر شیوه‌های اجتماعیمان بدون تفکر صحیح و تنها به نام برخی اصطلاحات پیش پا افتاده و آرمانی مانند تنوع به جای مفید بودن مشکل ساز شود، چون حتی تحولات کوچک نیز معمولاً با رنج همراه است. برای نمونه، آیا آزادسازی حیرت آور قوانین طلاق که در دهه 60 میلادی رخ داد واقعاً اتفاق خوبی بود؟ نمیدانم کودکانی که زندگیشان به خاطر همین آزادی ناشی از تغییر قوانین بی‌ثبات شد، پاسخشان مثبت است یا نه. اجداد ما ترس و وحشت پنهان در پشت دیوارها را بسیار حکیمانه پیش بینی کردند. ما این دیوارها را با به خطر انداختن خودمان فرو می‌ریزیم. ما ناآگاهانه روی یخی نازک اسکی می‌کنیم که زیر آن آب‌های سرد و عمیقی جریان دارند و هیوله‌های غیرقابل تصوری در آنجا کمین کردند. امروز شاهدم که والدین از فرزندانشان می‌ترسند، زیرا فرزندان والدین خود را عوامل اصلی این استبداد اجتماعی مفروض می‌دانند و همچنین آنها را به عنوان عوامل مهربان و ضروری برای اجرای انضباط، نظم و مرسومات قبول ندارند. این فرزندان به شکلی ناراحت کننده و خودآگاه تحت تأثیر خصوصیات اخلاقی نوجوانان دهه 60 قرار گرفتند. افراطکاری در این دهه منجر به یک بدنامی عمومی در بزرگسالی، یک ناباوری غیر منطقی به وجود قدرت شایسته و ناتوانی در تمایز میان آشوب نوجوانی و آزادی مسئولانه شد. در نتیجه حساسیت والدین به رنج کوتاه مدت احساسی فرزندانشان بیشتر شده است و در عین حال به شدت می‌ترسند که به کودکانشان به شیوهی دردناک و زیان بخش آسیب بزنند. شاید بگویید که رفتار این والدین بهتر از آن والدینی است که به فرزندانشان هیچ اهمیتی نمی‌دهند. حرف شما درست است، اما فجایعی وجود دارد که در منتهای نقاط هر طیف اخلاقی جای گرفتند. وحشی نانجیب. گفته می شود هر شخصی آگاهانه یا ناآگاهانه پیرو یک فیلسوف تاثیرگذار است. این اعتقاد که کودکان ظاهراً روح پاکی دارند و تنها فرهنگ و جامعه به آنها آسیب می‌زند تا اندازه زیادی برگرفته از تفکرات فیلسوف فرانسوی قرن 18 ژان ژاک روسو است.
روسو به شدت اعتقاد داشت که جامعه انسانی و مالکیت خصوصی تأثیر مخرب یکسانی دارد. او مدعی بود که هیچ چیز مهربانتر و عالیتر از انسانها در دوره پیش از متمدن شدنشان وجود نداشت. دقیقاً در همان زمان بود که روسو با اذعان به ناتوانی در انجام وظایف پدریش 5 فرزندش را به محبت‌های پرمهر و مرگبار یتیمخانه‌های آن زمان سپرد. اما آن وحشی نجیب که روسو توصیف کرد یک ایدئال، مفهوم انتزاعی کهن الگو و مذهبی بود، نه یک وجود واقعی که از گوشت و خون تشکیل شده است. این وجود واقعی بی‌نقص که از لحاظ اسطوره شناسی فرزند الهی نامیده می شود، همیشه در تصورات ما جای دارد. او جوان نیرومند، قهرمان تازه متولد شده، بیگناه مظلوم و فرزند پادشاهی دادگر است که سالیان سال پدر پادشاهش را ندیده است. او نشانه های جاودانگی است که قدیمی ترین تجربه های ما را همراهی می کنند. او حضرت آدم، مرد بی‌نقص است که پیش از هبود گناهی نکرده بود و با خداوند در باغ عدن قدم می‌زد. به هر حال انسان‌ها خوب و بد دارند و تاریکی که همواره در روح ما سکنا دارد. تا اندازه زیادی در جوانی ما نیز وجود دارد. مردم معمولاً با افزایش سن به جای بدتر شدن بهتر می‌شوند و در مسیر بلوغ مهربانتر، باوجدانتر و از نظر احساسی باثبات‌تر می‌شوند. زورگویی مطلق و شدید بچه‌های قلدر در مدرسه به ندرت خودش را در جامعه بزرگسالان نشان می‌دهد. سالار مگس‌ها، رمان سیاه و آنارشیستی ویلیام گولدینگ، نمونه‌ای کلاسیک در رابطه با همین موضوع است. به علاوه مدارک دقیق زیادی وجود دارد که بر اساس آنها خشونت‌های رفتاری انسانی را نمی‌توان به سادگی به تاریخ و جامعه نسبت داد. احتمالاً این موضوع در سال 1974 و به شکلی دردناک توسط نخستی شناس جین گودال گفته شده است. او متوجه شد که شامپانزه های محبوبش توانایی و تمایل قتل یکدیگر را دارند برای استفاده از اصطلاحات مناسب برای انسان. این کشف او آنقدر شوکه کننده و از لحاظ انسان شناسی آنقدر مهم بود که سالها این یافته ها را مخفی نگه داشت و از این میترسید که به خاطر رابطه نزدیکش با این حیوانات رفتاری غیر طبیعی از سوی آنها سر بزند. حتی پس از انتشار یافته هایش نیز خیلی از افراد باور نکردند. با این حال خیلی زود مشخص شد که مشاهدات او اصلاً هم استثنایی نبودند. به بیان صریح‌تر، شامپانزه ها جنگ های بین قبیله‌ای به راه میاندازند. به علاوه آنها این جنگ ها را با وحشیگری غیرقابل تصوری انجام میدهند. یک شامپانزه معمولی و بزرگسال علی رغم جثه کوچکش بیش از 2 برابر قوی تر از یک انسان است. گودال با ترس و وحشت در گزارش خود به تمایل شامپانزه ها به پاره کردن کابل های فولادی محکم و شکستن میله های سفت اشاره کرده است. شامپانزه ها می توانند عملاً یکدیگر را تکه تکه کنند و واقعاً این کار را می کنند. جوامع انسان ها و فناوری های پیشرفته‌شان را نمی توان مقصر این خشونت شامپانزه ها دانست. گودال در ادامه گزارش خود می نویسد: بعضی از شبها که بیدار می شدم، ناخواسته تصاویر وحشتناکی که به ذهنم خطور می کرد، شیطان، شامپانزه‌ای که مدتها تحت نظر بود، دستش را زیر چانه اسنیف می کرد تا خونی را بنوشد که از زخم عمیق صورتش می چکد. جمعه و تکه‌ای از پوست ران ده را می کند. فیگان پشت سر هم به بدن زخمی و لرزان گولیاس، یکی از قهرمانان دوران کودکیش، حمله می کند و ضربه می زند. گروه های کوچک شامپانزه های بالغ که اکثراً مرد هستند در مرزهای منطقه خودشان پرسه می زند. اگر با غریبه ها برخورد کنند، حتی با شامپانزه هایی که زمانی آنها را می شناختند ولی از این گروه بسیار بزرگ جدا شدند و تعدادشان از آنها بیشتر باشد، با آنها حمله می کنند و بیرحمانه نابودشان می کنند. شامپانزه ها تقریباً وجدان ندارند. البته محتاطانه باید یادآوری کنم که ظرفیت خویشتن‌داری انسانها را نیز ممکن است بیش از این واقعیت آن برآورد کنند. اگر کتاب شوکه کننده و ترسناک آیریس چانگ تجاوز نانکینگ را درباره کشتار وحشیانه ژاپنی‌ها پس از تجاوز به این شهر چینی با دقت بخوانید، از زندگی سیر می‌شوید.
هرچه کمتر درباره واحد 731 صحبت کنیم، واحد تحقیقاتی سری در رابطه با جنگ بیولوژیکی که آن موقع ژاپنی‌ها تأسیس کرده بودند بهتر است. خطر خواندنش با خودتان، بنده هشدار دادم. شکارچی گردآورنده ها علی‌رغم زندگی جمعی و فرهنگ‌های متمرکز بسیار وحشی‌تر از همتایان صنعتی و شهری خود هستند. نرخ سالانه قتل در انگلستان مدرن تقریباً 1 در 100,000 نفر است. در آمریکا این نرخ 4 یا 5 برابر بیشتر است. این نرخ در هندوراس تقریباً 90 برابر بیشتر است که بیشترین نرخ ثبت شده در بین کشورهای مدرن است. اما مدارک کاملاً گواه آن است که با گذشت زمان و بزرگتر و منظمتر شدن جوامع، انسانها بیشتر صلحجو شدند. نرخ سالانه قتل در میان مردان جنگی کنگ در آفریقا که الیزابت مارشال توماس در دهه 50 با عبارت مردمان بیازار با آنها جنبه آرمانی داد، 40 مورد در هر 100,000 نفر بود که از وقتی تحت نظر مقامات دولتی قرار گرفتند، این نرخ به میزان 30% کاهش پیدا کرد. این نمونه آموزنده از ساختارهای اجتماعی پیچیده است که در راستای کاهش و نه افزایش تمایلات خشونت‌آمیز انسان‌ها حرکت می‌کنند. نرخ سالانه قتل در یانومامی برزیل که خشونت در آن بسیار زیاد است، 300 مورد در هر 100,000 نفر است. اما بیشترین آمار به اینجا ختم نمی‌شود. ساکنان استان پوپوا در گینه نو با نرخ سالانه 140 الی 1000 مورد در هر 100,000 نفر یکدیگر را می‌کشند. اما به نظر می‌رسد کاتو بومیان کالیفرنیا رکورد دارند. تقریباً در سال 1840 1450 مورد مرگ خشونتبار در هر 100,000 نفر ثبت شده است. از آنجایی که کودکان نیز مانند سایر انسان‌ها منحصراً خوب نیستند، نمی‌توان آنها را به حال خودشان رها کرد و انتظار داشت که تحت تأثیر جامعه قرار نگیرند و به شرایط ایدئال برسند. حتی سگ‌ها نیز برای اینکه عضو مفیدی در گروهشان باشند باید معاشرت کنند. البته کودکان بسیار پیچیده تر از سگ‌ها هستند. یعنی اگر بچه‌ها آموزش نبینند، تربیت نشوند و به درستی مورد تشویق قرار نگیرند، احتمال گمراهیشان بسیار زیاد است. این یعنی اشتباه نیست اگر گرایش‌های خشونت‌آمیز انسان‌ها را به آسیب‌های ساختار اجتماعی نسبت دهیم. در حقیقت کار اشتباه این است که عملاً عقب مانده باشیم. فرایند مهم اجتماعی شدن از آسیب‌های زیادی جلوگیری می‌کند و خوبی‌های زیادی را رقم می‌زند. کودکان باید شکل بگیرند و آگاه شوند، وگرنه نمی‌توانند رشد کنند. این حقیقت کاملاً در رفتارشان منعکس می‌شود. بچه‌ها به شدت نیازمند توجه از سوی همسالان و بزرگسالانند، چرا که این توجه که آنها را به اعضای تاثیرگذار و پیشرفته اجتماعی تبدیل می‌کند کاملاً ضروری است. فقدان توجه مؤثر به اندازه سوء استفاده‌های ذهنی یا جسمی به کودکان آسیب می‌زند. این آسیب ناشی از بی‌توجهی نه برخورد فیزیکی شدید و ماندگار است. کودکان زمانی آسیب می‌بینند که والدین مهربان بی‌توجهشان نمی‌توانند آنها را به خوبی آگاه، هوشیار و بیدار کنند و آنها را در وضعیتی ناآگاهانه و بی‌تفاوت رها می‌کنند. کودکان زمانی آسیب می‌بینند که اشخاصی که مسئول مراقبت از آنها هستند جرأت نمی‌کنند کودکان را اصلاح کنند، چون از هر گونه کشمکش یا ناراحتی می‌ترسند. در نتیجه آنها را بدون راهنمایی رها می‌کنند. می‌توانم چنین کودکانی را در خیابان شناسایی کنم. آنها رنگ پریده، سر به هوا و گیجند. آنها به جای اینکه شاد و قبراق باشند، غمگین و افسرده‌اند. آنها تکه چوبی نتراشیده‌اند که در وضعیت دائمی انتظار برای تراشیده شدن به دام افتادند. چنین کودکانی دائما توسط همسالانشان نادیده گرفته می‌شوند، چون بازی کردن با آنها سرگرم کننده نیست. بزرگسالان نیز چنین نگرشی را از خود بروز می‌دهند. اما اگر از آنها در همین رابطه سوال کنیم و آنها را تحت فشار قرار دهیم، بروز این رفتار را شدیداً انکار می‌کنند. زمانی که در اوایل حرفه خودم در مهد کودک کار می‌کردم، کودکان نسبتاً مورد غفلت واقع شده با درماندگی پیش من می‌آمدند.
آنها تلو تلو خوران و با حالتی بچگانه بدون رعایت فاصله مناسب با من با شور و هیجان به سمت من می‌دویدند. نزدیک من که می‌رسیدند تلپی زمین می‌خوردند یا یک راست می‌پریدند توی بغلم. دیگر برایشان مهم نبود من مشغول چه کاری بودم. این هیجان آنها از تمایل شدیدشان به توجه بزرگسالان نشأت می‌گرفت که برای رشد آتی کودک ضروری است. اگرچه دلم برای این کودکان میسوخت و شرایط بدشان را درک می‌کردم، خیلی دشوار بود که به خاطر حرکات و رفتار بچگانه‌شان ناراحت یا حتی بیزار نشوم و آنها را از خود دور نکنم. به نظرم واکنش من هر چقدر شدید و بد به رفتار آن کودکان تقریباً هشداری ذاتی و همگانی بود که نشان دهنده خطر نسبی برقراری ارتباط با کودکی است که از لحاظ اجتماعی ضعیف است. احتمال وابستگی فوری و نامناسب در واقع وظیفه والدین آنهاست که این وابستگی را ایجاد کنند و صرف زمان و منابع زیاد که این وابستگی ایجاد می کنند. بی پرده بگویم در مواجهه با چنین موقعیتی همسالان این کودکان که بیشتر با آنها دوستند و بزرگسالان علاقمند به احتمال زیاد مایلند با کودکانی تعامل کنند که منفعت بالا و زیان پایینی دارند. والدین یا دوست بی‌توجهی و بدرفتاری که بخش جدا نشدنی رویکردهایی با سازماندهی ضعیف یا رویکردهایی بدون اصول و قاعده اند می‌تواند عمدی باشد. این بی‌توجهی و بدرفتاری نتیجه انگیزه‌های صریح و آگاهانه و شاید اشتباه والدین است. اما در اغلب موارد والدین مدرن از آن می‌ترسند که اگر به هر دلیلی کودکانشان را توبیخ کنند، کودکانشان دیگر آنها را دوست نخواهند داشت و حتی دیگر عاشق والدینشان نخواهند بود. دوستی با فرزندانشان برای این والدین از همه چیز مهمتر است و حاضرند احترام را فدای آن کنند. این خوب نیست. کودک دوستان زیادی پیدا می کنند، اما تعداد والدین آنها 2 نفر یا در برخی شرایط 1 نفر است و ارزش والدین بیشتر از دوستان است. دوستان این کودکان اختیار بسیار اندکی در مقایسه با والدین در تربیت آنها دارند. بنابراین از آنجایی که ظرفیت کودکان برای درک یا توجه به عواقب طولانی مدت بسیار محدود است، والدین باید یاد بگیرند که پس از اقدامات اصلاحی لازم خشم یا حتی نفرت آنی را که به خاطر رفتار کودکانشان به وجود می آید کنترل کنند. والدین داوران جامعه اند. آنها به کودکان یاد می دهند که چگونه رفتار کنند تا دیگران بتوانند تعاملی معنادار و مفید با آنها داشته باشند. تربیت کودک اقدامی مسئولانه است. تربیت به معنای خشم ناشی از بدرفتاری کودک یا انتقام به خاطر انجام کار نادرست او نیست، بلکه ترکیبی دقیق از مهربانی و قضاوت بلند مدت است. تربیت صحیح نیازمند تلاش است. بهتر است بگوییم تربیت معادل تلاش است. توجه کامل به بچه‌ها دشوار است. تشخیص صحیح و غلط و چرایی آن دشوار است. ساخت روش‌های تربیتی عادلانه و دلسوزانه و صحبت با دیگران درباره کاربرد آنها که در مراقبت از کودک کارایی زیادی دارد دشوار است. به خاطر ترکیب این مسئولیت پذیری و دشواری، هر ادعایی مبنی بر اینکه محدودیت‌های اعمال شده برای کودکان آسیبزا هستند به طور عجیبی مورد استقبال قرار می‌گیرد. هنگامی که چنین ایده‌ای از طرف دیگران پذیرفته می‌شود، بزرگسالان که بهتر از هر کس دیگری باید بدانند وظیفه خود را به عنوان مأموران فرهنگ آموزی رها و وانمود می‌کنند که چنین اقدامی برای کودکان مفید است. چنین اقدامی ناشی از خودفریبی زیانبار و عمیق است. چنین اقدامی بیرحمانه و توجیه ناپذیر و نشانه تنبلی است. از طرف دیگر تمایل ما به منطقی جلوه دادن آن در اینجا به پایان نمی‌رسد. تصور ما بر این است که قوانین به طور جبران ناپذیری خلاقیت نامحدود و ذاتی فرزندانمان را سرکوب می‌کنند. با این حال مطالعات علمی به وضوح نشان می‌دهند که نخست خلاقیت بدون محدودیت بسیار نادر است. دوم، محدودیت‌های شدید باعث تسهیل در اجرای خلاقیت می‌شود. اعتقاد به نقش خالصانه مخرب قوانین و ساختار معمولاً با این دیدگاه همراه است که اگر اجازه دهند کودکان ذات بی‌عیب و نقص خود را بروز دهند، آنگاه می‌توانند در مورد خواب و خوراکشان درست تصمیم بگیرند.
اینها فرضیاتی بی‌پایه و اساسند. کودکان خیلی خوب می‌توانند ساندویچ هات‌داگ، مرغ سوخاری و غلات صبحانه را برای وعده‌های غذاییشان انتخاب کنند و بخورند. البته در صورتی که بدانند این انتخاب غذایی باعث جلب توجه و کسب قدرت می شود و دیگر نیازی به آزمودن چیزهای جدید ندارند. کودکان به جای اینکه آرام و آگاهانه به خواب بروند، آنقدر با خواب شبانه می جنگند تا از فرط خستگی گیج و بیهوش شوند. به علاوه آنها همانطور که مشغول کشف الگوهای پیچیده محیط اجتماعی اند، مشتاقانه باعث خشم بزرگسالان می شوند. مانند شامپانزه های نوجوان که بزرگسالان را در دسته های خودشان اذیت می کنند. شامپانزه و کودک با مشاهده عواقب اذیت و آزار دیگران متوجه می شوند که آزادی کاملا غیر سازمان یافته و ترسناک آنها با محدودیت های روبرو می شود. پس از کشف چنین محدودیت هایی امنیت برقرار می شود. حتی اگر این کشف باعث شود که کودکان اندکی ناامید یا سرخورده شوند. یادم میآید یک بار دخترم را که 2 ساله بود به پارک بردم. او از میله های بازی بالا رفت و توی هوا معلق بود. یک هیولای کوچولوی خرابکار و جنجالی که تقریباً همسن دخترم بود بالای همان میله های افقی ایستاده بود که دخترم از آنها آویزان بود. دیدم که هیولا کوچولو دارد به سمت دخترم حرکت می کند. چشم تو چشم شدیم. او با آرامی و آگاهانه روی دستان دخترم پا گذاشت و همانطور که به من خیره شده بود فشار پاهایش را بیشتر و بیشتر می کرد. او دقیقاً می دانست که دارد چه کار می کند. منظور اصلیش این بود: خفه شو بابایی. او به این نتیجه رسیده بود که بزرگسالان قابل تحقیرند و خیلی راحت می تواند شکستشان دهد. چه بد که خودش هم بعدها یک بزرگسال می شد. این آینده‌ای مأیوس کننده بود که والدینش بر او تحمیل کرده بودند. در کمال غافلگیری آن هیولای کوچولو را از روی میله‌های اسباب بازی بلند کرده و 10 متر آن طرفتر روی زمین پرتاب کردم. شوخی کردم، این کار را نکردم. فقط دخترم را از آنجا به جای دیگر بردم. ولی اگر پرتش کرده بودم برایش درس عبرتی میشد. فرض کنید یک کودک نوپا مرتب به صورت مادرش ضربه میزند. چرا چنین میکند؟ سوال احمقانه و بسیار ساده لوحانه است. پاسخ مشخص است: برای اینکه بر مادرش مسلط شود، برای اینکه ببیند میتواند از دست مادرش فرار کند یا نه. به هر حال خشونت پدیده‌ای رازآلود نیست، بلکه آرامش رازآلود است. خشونت یک پیش‌فرض است و به سادگی اعمال می شود. این صلح است که برقراری آن دشوار است. باید آموزش داده شود، در ذهن افراد پرورانده شود و سپس برقرار شود. مردم غالباً پرسش‌های روانشناسی پایه را برعکس متوجه می‌شوند. چرا برخی افراد مواد مخدر مصرف می‌کنند؟ چیز مبهمی نیست. این مبهم است که چرا دائما مصرف نمی‌کنند. چرا افراد از اضطراب رنج می‌برند؟ چیز مبهمی نیست. این مبهم است که چگونه این افراد می‌توانند آرام باشند. ما شکست پذیر و فانی هستیم. به هزاران دلیل، هزاران خطا انجام می‌دهیم. ما در واقع باید لحظه به لحظه از ترس و وحشت سکته کنیم، اما این گونه نیست. چنین استدلالی برای افسردگی، تنبلی و جنایت نیز صادق است. اگر من به شما آسیب برسانم و بر شما چیره شوم، پس می توانم هر کاری را در هر زمانی که دلم می خواهد انجام دهم، حتی زمانی که در دسترس نیستید. می توانم شما را شکنجه کنم تا کنجکاویم فرو بنشیند. می توانم تمرکزتان را برهم بزنم و بر شما مسلط شوم. می توانم اسباب بازی شما را بدزدم. کودکان ضربه می زنند چون نخست تهاجم در ذات انسان هاست، هرچند در برخی کمتر و در برخی دیگر بیشتر است. و دوم، تهاجم رسیدن به خواسته ها را تسهیل می کنند. احمقانه است اگر فرض کنیم چنین رفتاری باید آموخته شود. مار مجبور نیست حمله کردن را بیاموزد، چون حمله کردن در ذات مار است. طبق آمار بچه‌های 2 ساله خشن‌ترین افرادند. آنها لگد میزنند، مشت میکوبند، گاز میگیرند و اموال دیگران را میدزدند. آنها این کارها را به منظور اکتشاف، ابراز خشم و ناکامی و برآورده سازی خواسته های لحظه‌ای خود انجام میدهند. از آن مهمتر، برای منظور فعلی ما، آنها این کارها را به منظور کشف محدوده‌های واقعی در رفتار شایسته انجام میدهند. اگر این کارها را انجام ندهند، چگونه میتوانند پی ببرند که چه رفتارهای قابل قبولند؟ نوزادان مانند نابینایانی هستند که به دنبال دیوار میگردند.
آنها باید رو به جلو حرکت کنند و آزمایش کنند تا به مرزهای واقعی پی ببرند و خیلی کم پیش میاد که این مرزها در جای معمول خود باشند. اصلاح مداوم چنین رفتارهایی محدوده‌های پرخاشگری قابل قبول را به کودکان نشان می‌دهد. فقدان این اصلاح صرفاً موجب افزایش کنجکاوی می‌شود. بنابراین اگر به کودک سلطه‌گر و پرخاشگر محدوده‌ای نشان داده نشود، او همچنان ضربه می‌زند، گاز می‌گیرد و لگد می‌زند. چقدر محکم می‌توانم به مامانم ضربه بزنم تا زمانی که او مرا دعوا کند. با وجود این، اگر نتیجه نهایی که والدین انتظار دارند این باشد که کودکشان با آنها ضربه نزند، بهتر است که این اصلاح و تربیت هر چه سریعتر انجام گیرد. به علاوه، اصلاح و تربیت به کودکان کمک می کند تا بیاموزند که ضربه زدن به دیگران یک راهبرد اجتماعی غیر بهینه است. بدون این اصلاح و تربیت هیچ کودکی نمیتواند فرایند پرمشقت ساماندهی و تنظیم هیجانات آنیش را پشت سر بگذارد. از همین روی این هیجانات آنی بدون هیچ مشکلی در روان کودک و در دنیای اجتماعی وسیع‌تری همزیستی می‌کنند. ساماندهی ذهن کار چندان ساده‌ای نیست. وقتی پسرم کودک نوپایی بود خیلی لجبازی می‌کرد. وقتی دخترم کوچک بود با یک نگاه چپ چپ سر جایش میخکوب میشد. اما چنین مداخله‌ای هیچ تأثیر روی پسرم نداشت. وقتی پسرم 9 ماهش بود همسرم را که زن پخمه‌ای هم نیست سر میز شام عاجز میکرد. پسرم سر گرفتن قاشق با همسرم جنگ و دعوا داشت. با خودمان گفتیم همینو کم داریم. نمیخواستیم حتی 1 دقیقه بیشتر از حد نیاز به او غذا بدهیم. اما این وروجک فقط 3 یا 4 قاشق غذا میخورد و بعد بازی میکرد. غذاش را داخل کاسه میچرخاند. مقداری از غذا را روی لبه میز میریخت و ریختن آنها را روی میز تماشا میکرد. اشکالی ندارد. او در حال مکاشفه بود. اما به اندازه کافی غذا نمیخورد. چون غذای کافی نمیخورد پس خواب کافی هم نداشت. نیمه شبها با گریه والدینش را بیدار میکرد. اینجا بود که والدینش عصبانی و ناراحت میشدند. او مادرش را عاصی کرده بود و مادر هم دقدلیش را سر من خالی میکرد. وضعیت خوبی نبود. چند روز پس از این وضعیت اسفناک تصمیم گرفتم که قاشق را پس بگیرم. من برای جنگ آماده بودم. زمان کافی برای این کار اختصاص دادم. یک بزرگسال مریض میتواند یک کودک 2 ساله را شکست دهد. هرچند باورش سخت است. از قدیم گفتند دود از کنده بلند می شود. بخشی از آن به این دلیل است که در 2 سالگی زمان خیلی کند می گذرد. نیم ساعت برای من به اندازه 1 هفته برای پسرم است. از پیروزی خودم کاملا مطمئن بودم. او کله شق و ترسناک بود. اما من می توانستم بدتر از او باشم. رخ به رخ یکدیگر نشستیم. کاسه غذا جلویش بود. سر ظهر بود. او می دانست و من هم می دانستم. قاشق را برداشت. قاشق را از او گرفتم و پر از غذا کردم. خیلی آرام قاشق را به سمت دهانش بردم. او دقیقاً مثل آن هیولای کوچولوی داخل پارک به من نگاه میکرد. لبش را رو به پایین جمع کرد و چهرهش اخمالود شد. دهانش را بست و اجازه ورود غذا را نداد. با قاشق دهانش را تعقیب کردم. اما او سرش را این طرف و آن طرف میچرخاند. اما من ترفندهای بیشتری آماده داشتم. با دست خالی ضربه‌ای به سینه‌اش زدم. شدتش در حدی بود که او را اذیت کند، اما تسلیم نشد. دوباره این کار را انجام دادم و دوباره و دوباره. ضربه‌ای که می‌زدم خیلی شدید نبود، اما طوری بود که کمی اذیتش کند. بیش از 10 بار به او ضربه زدم تا بالاخره دهانش را باز کرد و صدای ناشی از خشم از خودش درآورد. آهان، اشتباهش همین بود. ماهرانه قاشق را داخل دهانش بردم. شجاعانه سعی می‌کرد تا غذایی را که به زور وارد دهانش شده بود با زبان بیرون بدهد. اما برای این کار هم برنامه داشتم. انگشت اشاره‌ام را به صورت افقی روی لب‌هایش گذاشتم. مقداری غذا بیرون ریخت، اما مقداری هم پایین رفت. 1-0 به نفع بابا. دستی به سرش کشیدم و گفتم که چه پسر خوبی است. واقعا جدی میگفتم. وقتی فردی کاری را به دلخواه خودش انجام می‌دهد، او را تشویق کنید. پس از پیروزی کینه نداشته باشید. 1 ساعت بعد همه چیز تمام شده بود. پسرم همچنان خشمناک بود و کمی زاری میکرد. همسرم مجبور شده بود اتاق را ترک کند. استرس خیلی زیاد بود. اما بچه غذا را خورده بود. پسرم از خستگی روی سینه هم خوابش برد. با هم چرت زدیم.
پس از آن که از خواب بیدار شد، مرا خیلی بیشتر از چند ساعت قبل از فرایند اصلاح و تربیتش دوست داشت. همیشه وقتی شاخ به شاخ می شدیم این قضیه دوست داشتن را مشاهده می کردم. البته نه فقط در مورد پسرم. اندکی بعد با یک زوج قرار گذاشتیم تا نگهداری از بچه‌هایمان را نوبتی انجام دهیم. همه بچه‌ها وارد خانه یکی از زوجها می شدند. سپس پدر و مادر آن خانه می رفتند بیرون تا شام بخورند یا فیلم ببینند و والدین مهمان باید از بچه‌های مراقبت می کردند که همگی زیر 3 سال داشتند. یک شب زوج دیگری نیز به ما پیوستند. پسرشان که 2 ساله و قوی هیکل بود برایم ناآشنا بود. پدرش می گفت او نمی خوابد. وقتی او را توی تخت می گذاریم 4 دست و پا از تختش بیرون آمده و از پله های تخت پایین می آید. بعضی وقتها برایش برنامه المور میگذاریم تا تماشا کند. با خودم فکر کردم من که هیچ وقت به یک بچه سرکش به خاطر رفتار نادرستش پاداش نمیدم. قطعا برای هیچ کس برنامه المور نخواهم گذاشت. همیشه از این عروسک عجیب و نقنقو بدم می آمد. واقعا مایه شرم میراث جیم هنسون بود. بنابراین گزینه پاداش المو اصلا مطرح نبود. البته چیزی نگفتم. صحبت کردن با والدین در مورد بچه‌هایشان فایده‌ای ندارد مگر اینکه آمادگی شنیدنش را داشته باشند. 2 ساعت بعد بچه‌ها را داخل تخت خواب گذاشتیم. 4 نفر از آنها فوراً خوابشان بود، به جز آن کودک عاشق المو. البته او را توی گهواره گذاشتم تا نتواند فرار کند، اما کماکان میتوانست زوزه بکشد و دقیقاً همین کار را میکرد. ترفند جالب و در نوع خودش راهبرد خوبی بود. این زوزه آزاردهنده بود و امکان داشت بقیه بچه‌ها را از خواب بیدار کند و آنها هم شروع به زوزه کشیدن کنند. بچه یک هیچ جلو افتاد. بنابراین به اتاق خواب رفتم و گفتم بخواب. تأثیری نداشت. گفتم بخواب وگرنه میخوابونمت. دلیل آوردن برای بچه‌ها مخصوصا در چنین شرایطی خیلی فایده‌ای ندارد. به هر حال من به هشدار منطقی اعتقاد دارم. البته که نخوابید و در جواب دوباره زوزه کشید. بچه‌ها دائما این کار را می‌کنند. والدین وحشت زده فکر می‌کنند گریه بچه به خاطر ناراحتی یا درد است. ولی این قضیه اصلاً درست نیست. خشم یکی از رایج‌ترین دلایل گریه کردن است. تحلیل دقیق الگوهای عضلانی کودکان در حال گریه این موضوع را تایید کرده است. گریه از روی خشم با گریه از روی ترس یا ناراحتی یکسان نیست. به علاوه صدای یکسانی هم ندارد و می توانید با دقت بین آنها تفاوت قائل شوید. گریه از روی خشم غالبا برای سلطه‌گری و باید به همین نحو با آن مقابله کرد. او را بلند کردم و دوباره خواباندم با آرامش و با حوصله، اما قاطع بلند شد. خواباندمش، بلند شد. خواباندمش، بلند شد. این بار خواباندمش و دستم را روی کمرش گذاشتم. با قدرت تقلا می کرد اما تأثیری نداشت. به هر حال جثه‌ام 10 برابر او بود. می توانستم او را با یک دست بگیرم. خلاصه پایین آوردمش و با آرامی با او صحبت کردم و به او گفتم که چه پسر خوبی است و باید آرام بگیرد. به او پستانک دادم و با آرامی روی کمرش زدم. کم کم آرام شد. چشمانش آهسته آهسته بسته شدند. دستم را برداشتم، اما بلافاصله بلند شد و روی پاهایش ایستاد. حسابی جا خوردم. خیلی پر انرژی بود. او را بلند کردم و مجددا خواباندم. گفتم بخواب هیولا. باز هم با آرامی روی کمرش زدم. این کار برای بعضی از بچه‌ها آرامش بخش است. داشت خسته می‌شد. آماده تسلیم شدن بود. چشمانش را بست. از جایم بلند شدم و سریع و بی صدا به سمت در رفتم. سرم را برگرداندم تا وضعیتش را برای بار آخر بررسی کنم. دوباره بلند شده بود. انگشتم را به سمت او گرفتم و گفتم برو پایین هیولا. جدی می گفتم. فوراً خوابید. در را بستم. همدیگر را دوست داشتیم. تا انتهای شب نه من و نه همسرم صدایی از اون نشنیدیم. ساعتی بعد که پدرش به خانه آمد از من پرسید بچه چطور بود؟ گفتم هیچ مشکلی نبود. الان خوابیده. پدرش گفت بلند نشد؟ گفتم نه، همه‌اش خواب بود. پدرش به من نگاه کرد. میخواست علت بیدار نشدن پسرش را بداند، اما نپرسید. من هم نگفتم. از قدیم گفتند خر چه داند قیمت نقل و نبات. شاید بگویید این جمله قشنگی در وصف والدین آن کودک نیست. آخر به بچه آموزش بدهی که نخوابد و پاداشش هم دیدن دلقک بازی‌های آن عروسک چندش باشد. این هم کار درستی نیست. در حال هر کسی روش خودش را دارد.
تأدیب و تنبیه. والدین امروزی از دو واژه که معمولاً در کنار یکدیگر به کار می‌روند، یعنی تأدیب و تنبیه، هراس دارند. با شنیدن این واژه‌ها تصاویری از زندان، سرباز و پوتین‌های نظامی به ذهن آنها می‌آید. در واقع مرز بین تأدیب یا ظلم و تنبیه یا شکنجه به راحتی شکسته می‌شود. تأدیب و تنبیه باید با دقت انجام شود. ترس والدین از این دو واژه قابل پیش‌بینی است. اما باید بدانید که هر دو ضروری اند. تأدیب و تنبیه را میتوان ناآگاهانه یا آگاهانه بد یا خوب اجرا کرد، اما گریزی از آنها وجود ندارد. اینطور نیست که تأدیب با پاداش غیر ممکن باشد. در حقیقت پاداش به رفتار خوب میتواند بسیار مؤثر باشد. بی اف اسکینر، یکی از مشهورترین روانشناسان رفتاری، از مدافعان اصلی این رویکرد و متخصص این موضوع بود. او به کبوترها یاد داد که پینگ پونگ بازی کنند. البته آنها فقط توپ را با نوکشان به عقب و جلو هل می‌دادند، اما آنها کبوتر بودند. بنابراین با وجود اینکه آنها بد بازی می‌کردند، باز هم خیلی خوب بود. اسکینر حتی در جنگ جهانی دوم و در قالب پروژه کبوتر، بعدها به پروژه اورکان تغییر نام داد، با آنها یاد داد که چگونه موشک هدایت کنند. پیش از آن که اختراع سیستم‌های هدایت الکترونیک کارهای او را بلا استفاده کنند، او موفقیت‌های زیادی به دست آورده بود. اسکینر متوجه شده بود که حیواناتی که او تربیت می‌کرد این اقدامات را بسیار دقیق و استثنایی انجام می‌دهند. هر کاری که اسکینر از حیواناتش توقع داشت انجام دهند و آنها کامل یا تا اندازه‌ای انجام می‌دادند، بلافاصله با یک پاداش مناسب روبرو می‌شد. نه پاداشی آنقدر کوچک که بی اهمیت باشد و نه آنقدر بزرگ که پاداش‌های آتی را بی‌ارزش کند. این رویکرد را می‌توان برای کودکان نیز استفاده کرد و نتیجه خوبی گرفت. فرض کنید دوست دارید کودکتان در چیدن میز غذا به شما کمک کند. این مهارت مفیدی است. اگر این کار را انجام دهد، او را بیشتر دوست خواهید داشت. انجام این کار برای عزت نفس متزلزل کودک مناسب است. بنابراین رفتار هدف را به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کنید. یکی از اجزای چیدن میز حمل بشقاب از کمد آشپزخانه به سمت میز است. شاید حتی این کار خیلی پیچیده باشد. شاید تنها چند ماه است که کودکتان میتواند راه برود. هنوز نمیتواند درست راه برود و تعادل درستی ندارد. پس آموزش را اینگونه شروع میکنید. ابتدا یک بشقاب به او میدهید و از او میخواهید که آن را به شما برگرداند. پس از این کار می توانید دستی به سرش بکشید. می توانید این کار را به یک بازی تبدیل کنید. با دست چپ بدهید و با دست راست بگیرید یا بشقاب را دور کمرتان بچرخانید. در ادامه می توانید بشقاب را به او بدهید و چند گام به عقب بروید تا کودک مجبور شود چند قدم جلو بیاید و بشقاب را به شما بدهد. آنقدر این عمل را به او یاد بدهید تا در تحویل بشقاب خبره شود. او را در دام دست و پا شلفتی بودن رها نکنید. با چنین رویکردی می توانید کم و بیش هر چیزی را به هر کسی آموزش دهید. نخست چیزی را که می خواهید تجسم کنید. آنگاه مثل عقاب به افراد پیرامون خود نگاه کنید. در نهایت هر وقت چیزی را دیدید که اندکی با آنچه شما می خواهید مشابه است، مثل عقاب به سمتش شیرجه بروید و پاداش بدهید. دخترتان از وقتی که وارد نوجوانیش شده ساکت شده است. دوست دارید که بیشتر صحبت کند. هدف این است: دختر اجتماعی تر. یک روز صبح حین خوردن صبحانه داستانی از مدرسه تعریف می‌کند. الان زمانی بسیار مناسب برای توجه کردن به حرفهای اوست. این نوع توجه نوعی پاداش است. کار با گوشی را رها کنید و به داستانش گوش دهید. در غیر این صورت او دیگر هیچ چیز برایتان تعریف نخواهد کرد. آن مداخله های والدین را که باعث خوشحالی کودکان می شود می توان و باید برای شکل دهی رفتار استفاده کرد. چنین چیزی برای شوهر، همسر، همکار و والدین نیز جواب می دهد. البته اسکینر واقع گرا بود. به گفته وی استفاده از پاداش در آزمایش های مربوط به حیوانات بسیار دشوار بود. مشاهده کننده باید آنقدر صبر می کرد تا هدف به خودی خود رفتار مطلوب را بروز دهد و سپس آن رفتار تقویت شود. این کار زمان زیادی می برد و صبر زیادی می طلبید و این مشکل ساز بود. به علاوه برای جلب توجه آنها او مجبور بود مقدار غذای حیوانات را به 3/4 وزن معمولی بدنشان کاهش دهد تا بالاخره به پاداش غذایی علاقمند شوند. اما اینها تنها نقاط ضعف این رویکرد کاملا مثبت نیستند.
احساسات منفی نیز مانند احساسات مثبت در یادگیری به ما کمک می‌کنند. ما به یادگیری نیازمندیم، زیرا ما دیر می‌آموزیم و به راحتی آسیب می‌بینیم. امکان دارد بمیریم. این خوب نیست و حس خوبی به مرگ نداریم. اگر حس خوبی به مرگ داشتیم، آن را طلب می‌کردیم و می‌مردیم. ولی اگر این اتفاق بیفتد، حس خوبی به مردن نخواهیم داشت. همیشه همینطور است. در این شرایط احساسات منفی با تمام ناخوشایند بودنشان از ما محافظت می‌کنند، چون ما درد، ترس، شرمندگی و تنفر را احساس می‌کنیم. بنابراین می‌توانیم از آسیب جلوگیری کنیم. ما همواره در معرض این گونه احساساتیم. در حقیقت احساس منفی ما به مقدار مشخصی از ضرر بیشتر از احساس خوب ما به کسب منفعت به همان مقدار است. درد در مقایسه با لذت و اضطراب در مقایسه با امید نیرومندترند. احساسات مثبت و منفی به دو گونه متفاوت و کاربردی تقسیم می شوند. رضایت در اصل اقناع که به ما میگوید کاری که انجام دادیم خوب بوده است و امید در اصل پاداش تشویقی که نشان می‌دهد چیزی لذت بخش در راه است. درد باعث آزار ما می شود. بنابراین کارهایی را که موجب بروز آسیب شخصی یا انزوای اجتماعی شده‌اند تکرار نمی کنیم، زیرا در اصل تنهایی نیز نوعی درد است. اضطراب کاری می کند که از افراد زیان بخش و مکانهای بد دور بمانیم. بنابراین دیگر مجبور نیستیم درد را تحمل کنیم. همه این احساسات باید با یکدیگر هماهنگ باشند و با در نظر گرفتن شرایط به دقت مورد قضاوت قرار گیرند. با وجود این، همه آنها برای زنده نگه داشتن و کامیابی ما مورد نیازند. از همین روی اگر از ابزارهایی که در دسترس ماست، از جمله احساسات منفی، برای آموزش کودکانمان استفاده نکنیم، با آنها آسیب میزنیم. البته استفاده از این ابزارها باید با مهربانترین شکل ممکن انجام گیرد. اسکینر میدانست که تهدیدها و تنبیه‌ها میتوانند رفتارهای ناخواسته را متوقف کنند، درست مانند پاداش که رسیدن به هدف مطلوب را تقویت می‌کند. در دنیایی که از مداخله در مسیر بی‌عیب و نقص رشد طبیعی کودک می‌ترسند، بحث درباره مداخله‌های تشویق و تنبیه دشوار است. با این حال، اگر قرار نبود رفتار کودکان شکل بگیرد، دوره رشد طبیعی آنها پیش از بلوغ چندان طولانی نمی‌شد و به محض خروج از رحم آماده حضور در کسب و کار می‌شدند. به علاوه کودکان را نمی‌توان به خوبی در برابر ترس و درد پناه داد. آنها کوچک و آسیب پذیرند. آنها خیلی چیزها را درباره دنیا نمی‌دانند. حتی زمانی که امری طبیعی مانند راه رفتن را می‌آموزند، دائما با سختگیری‌های دنیا مواجه‌اند. از طرف دیگر آنها ناامیدی و طرد شدگی از جانب خواهرها و برادرها، همسالان و بزرگسالان کله شق و سرسخت را ناگزیر تجربه خواهند کرد. با توجه به این موضوع، بحث اصلی و اخلاقی این نیست که از کودکان به طور کامل در برابر بدبیاری و شکست محافظت نماییم تا هیچ گونه ترس یا دردی تجربه نکنند، بلکه بحث این است که چگونه یادگیریشان را به حد اکثر برسانیم تا با کمترین هزینه بتوانند به دانش مفید دست یابند. در فیلم زیبای خفته، محصول شرکت دیزنی، پادشاه و ملکه پس از انتظاری طولانی صاحب دختری می شوند که آن را شاه دخت آرورا می نامند. آنها مراسم تعمید بزرگی برنامه ریزی می کنند تا او را به دنیا معرفی کنند. آنها هر کس که دختر نورسیدهشان را دوست دارد و به او احترام می‌گذارد دعوت می‌کنند، اما فراموش می‌کنند مالیفیسنت را به معنای بدجنس و دیوسیرت که در ظاهر منفی خود در اصل ملکه جهان زیرین یا طبیعت است دعوت کنند. این مهمانی به صورت نمادین بدین معنی است که این پادشاه و ملکه با ساخت دنیای سراسر مثبت و بدون هیچ نکته منفی در اطراف دخترشان از فرزند عزیزشان به شکلی افراطی محافظت می‌کنند. اما این کار باعث حفاظت از اون نمی‌شود، بلکه او را تضعیف می‌کند. مالیفیسنت شاه دخت را نفرین می‌کند که در 16 سالگی دستش را با سوزن چرخ نخریسی زخمی کند و بمیرد. چرخ نخریسی چرخ سرنوشت است. سوزن که موجب خونریزی می شود، نماد از بین رفتن باکرگی و نشانه تبدیل دختر بچه به خانم است. خوشبختانه یک پری خوب، عنصر مثبت طبیعت، اثر این طلسم را کم می کند و آن را به جای مرگ به خواب تقلیل می دهد.
که با اولین بوسه عشق این طلسم باطل می شود. شاه و ملکه وحشت زده همه چرخهای نخریسی موجود در سرزمین را نابود می کنند و دخترشان را به دست 3 پری بسیار خوب و مهربان می سپارند. آنها کماکان برنامه حذف همه موارد خطرناک را چرخهای نخریسی و انواع سوزنها ادامه می دهند. اما با این کار دخترشان را ساده، کم تجربه و ضعیف بار می آورند. آرورا درست 1 روز قبل از تولد 16 سالگیش به جنگل می رود و با شاهزاده‌ای برخورد می کند و همان روز عاشق او می شود. با هر منطق قابل قبولی که حساب کنیم اندکی افراطی به نظر می رسد. سپس وقتی که او را برای مراسم جشن تولدش به قلعه والدینش باز می گردانند، در حالی که از لحاظ احساسی دگرگون شده بلند بلند گریه می کند که باید با پرنسس فیلیپ ازدواج کند که در کودکی با او نامزد شده بود و زمانی که برای جشن تولدش به قلعه نزد والدینش بازگردانده می شود از نظر احساسی فرو می ریزد. اینجاست که نفرین مالیفیسنت خودش را نشان می دهد. در قلعه دری باز شده و یک چرخ نخریسی ظاهر می شود. سوزن چرخ دست آرورا را زخمی و او را بیهوش می کند. آرورا به زیبای خفته تبدیل می شود. در چنین حالتی باز هم با بیانی نمادین او بیهوشی را به وحشت‌های زندگی بزرگسالان ترجیح می‌دهد. چنین مورد مشابهی که مربوط به هستی‌گرایی است اغلب اوقات برای کودکانی که از آنها بیش از حد محافظت می‌کنند بسیار رخ می‌دهد. این کودکان اولین باری که با شکست یا حتی بدتر با شرارت واقعی مواجه می‌شوند سعادت بیهوشی را آرزو کرده و آن موقعیت را درک نمی کنند و نخواهند کرد و هیچ ابزار دفاعی برای مقابله با آن ندارند. شرایط کودک 3 ساله‌ای را در نظر بگیرید که هنوز یاد نگرفته است چیزهایی را که دارد باید با دیگران تقسیم کند. او رفتار مغرورانه خود را در حضور والدینش بروز می دهد، اما مهربانی آنها اجازه مداخله نمی دهد. صادقانه تر بگویم اصلا توجهی نمی کنند. آنچه اتفاق می‌افتد می‌پذیرند و نحوه رفتار درست را به اون نمی‌آموزند. والدین وقتی می‌بینند چیزی را با خواهرش قسمت نمی‌کند ناراحت می‌شوند، اما وانمود می‌کنند همه چیز خوب است، ولی نه، اوضاع خوب نیست. بعداً اون را به خاطر مسئله کاملاً غیر مرتبط دعوا می‌کنند. او رنجیده خاطر و گیج می‌شود، اما چیزی یاد نمی‌گیرد. از آن بدتر به دلیل فقدان فرهیختگی اجتماعی این کودک نمیتواند درست حسابی با کسی دوست شود. بچه‌های همسن او به واسطه ناتوانیش در همکاری از وی دلسرد میشوند. آنها با او جنگ و دعوا میکنند یا از او جدا میشوند و فرد دیگری را برای بازی کردن پیدا میکنند. والدین آن کودکان بدرفتاری و کمرویی این کودک را میبینند و دیگر او را برای بازی با فرزندانشان دعوت نمیکنند. او منزوی و مطرود میماند. این موارد موجب اضطراب، افسردگی، سرخوردگی و رویگردانی از زندگی می شود که شبیه میل به عدم هوشیاری است، مانند داستان زیبای خفته که پس از بیهوشی و خفتگی از این احساسات دور ماند. والدینی که مسئولیت تأدیب کودکانشان را نادیده میگیرند فکر میکنند میتوانند از برخورد با کودکانشان که لازمه پرورش صحیح آنهاست اجتناب کنند. آنها دوست ندارند آدم بد قصه باشند در کوتاه مدت، ولی با فرار از مسئولیت به هیچ عنوان کودکشان را در برابر ترس و درد محافظت نمی کنند یا نجات نمی دهند. تقریبا برعکس، دنیای اجتماعی وسیع‌تر که قضاوتی و بی‌ملاحظه است برخورد و تنبیه را خیلی شدیدتر از والدین آگاه اعمال می کنند. شما می توانید فرزندانتان را تأدیب کنید یا می توانید این مسئولیت را به دنیای سنگدل، قضاوتی و بی‌ملاحظه بسپارید. البته گزینه دوم را نباید با عشق اشتباه گرفت. شاید مثل برخی از والدین مدرن لب به اعتراض بگشایید. چرا یک کودک باید در معرض امر و نهی‌های خودسرانه والدینش قرار بگیرد؟ در حقیقت نوع جدیدی از تفکر صحیح سیاسی وجود دارد که چنین ایده‌ای را بزرگسال سالاری توصیف می‌کند. شکلی از تعصب و ظلم که شبیه جنسیت‌گرایی و تبعیض نژادی است. این پرسش مربوط به قدرت بزرگسالان را باید با دقت پاسخ داد. برای این کار باید ابتدا خود این پرسش را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهیم. پذیرش نظر مخالف به منظور پذیرش اعتبار آن نیمی از راه است.
البته اگر آن پرسش بد مطرح شود، پذیرش نظر مخالف خطرناک است. بیایید موضوع را تحلیل کنیم. نخست، چرا کودک باید امر و نهی شود؟ پاسخ ساده است. هر کودکی باید به بزرگسالان گوش دهد و از آنها تبعیت کند، زیرا به مراقبت والدین وابسته است. والدینی که بی عیب و نقص نیستند و مایلند به او ببخشند. بدین ترتیب بهتر از کودک به گونه‌ای رفتار کند که با مهربانی و حسن نیت کامل از جانب والدین مواجه شود. حتی میتوان مورد بهتری را در ذهن تصور کرد. کودک میتواند به گونه‌ای عمل کند که به طور همزمان توجه بهینه بزرگسالان را به خود جلب کند و از وضعیت فعلی وجود خود و رشد آتیش بهره‌مند شود. درست است که سطح چنین معیاری بسیار بالاست، اما از هر لحاظ به نفع کودک است. بنابراین قطعاً باید آرزوی رسیدن به چنین معیار و شرایطی را برای کودکان داشته باشیم. هر کودکی باید یاد بگیرد که مؤدبانه از انتظارات جامعه مدنی پیروی کند. البته منظور پیروی کورکورانه و آرمانی نیست، بلکه منظور این است که والدین باید با آنها دیدگاه‌ها و اقداماتی پاداش دهند که موجب موفقیت کودک در دنیای بیرون از خانواده می شود و در صورت لزوم با بهره‌گیری از تهدید و تنبیه رفتارهایی را حذف کنند که منجر به فلاکت و شکست می شوند. به علاوه چون فرصت اندکی برای انجام این کار وجود دارد، والدین باید سریعتر اقدام کنند. اگر تا سن 4 سالگی رفتار صحیح را به کودک نیاموزید، تا آخر عمرش در مسئله دوستیابی مشکل خواهد داشت. نتایج تحقیقات این موضوع را کاملا اثبات کردند. این مسئله مهمی است، زیرا پس از 4 سالگی همسالان کودک منبع اصلی معاشرت اجتماعی محسوب می شوند. کودکان مطرود نمی توانند رشد کنند، زیرا با همسالان خود بیگانه‌اند. همانطور که دیگر کودکان به پیشرفتشان ادامه می دهند، آن کودکان مطرود بیشتر و بیشتر عقب می افتند. بنابراین کودک بدون دوست غالباً به نوجوان و بزرگسالی تنها، ضد اجتماع یا افسرده تبدیل می شود. این خوب نیست. درصد زیادی از عقلانیت ما به واسطه حضور فعال و صحیح در یک جامعه اجتماعی حاصل می شود. اطرافیان ما باید دائما به ما یادآوری کنند که تفکر و عملکرد مناسبی داشته باشیم. وقتی مسیری را اشتباه می رویم، افرادی که به ما توجه می کنند و ما را دوست دارند تلنگری کوچک و گاهی بزرگ به ما می زنند و ما را به مسیر باز می گردانند. پس بهتر است تعدادی از این افراد را پیرامون خود داشته باشیم. به علاوه با رجوع دوباره به سوال مطرح شده، همه دستورات بزرگسالان مستبدانه نیست. این تفکر فقط در کشورهای دیکتاتوری ناکارآمد وجود دارد، اما در جوامع متمدن و باز بیشتر افراد از قراردادهای اجتماعی کارآمد پیروی می‌کنند که به منظور بهبود وضعیت همه افراد جامعه یا حداقل زندگی در کنار یکدیگر بدون اعمال خشونت تنظیم شدند. حتی مجموعه قوانینی که فقط هدف دوم این قراردادها را زندگی بدون خشونت در نظر می‌گیرند به هیچ عنوان مستبدانه محسوب نمی‌شوند و گزینه‌های جایگزین ارائه می‌دهند. اگر یک جامعه برای رفتاری مفید و اجتماعی پاداشی شایسته در نظر نگیرد و منابع را غیر منصفانه و مستبدانه توزیع کند و اجازه سرقت یا استعمار را بدهد، جامعه در طولانی مدت دچار تضاد می‌شود. همچنین اگر سلسله مراتب‌های آن جامعه به جای شایستگی که برای انجام امور مهم و دشوار ضروری است فقط روی قدرت بنا شود، احتمالاً به ویرانی ختم خواهد شد. این موضوع به شکلی ساده‌تر در سلسله مراتب‌های شامپانزه‌ها نیز وجود دارد که نشان دهنده حقیقی مبرم، اساسی، زیستشناسی و غیر مستبدانه است. کودکانی که از نظر اجتماعی ضعیفند زندگی بدی خواهند داشت. بنابراین بهتر است آنها را به شکلی بهینه اجتماعی کنیم. بخشی از این کار را میتوان با پاداش انجام داد. بنابراین مشکل بر سر استفاده از تنبیه و تهدید نیست. مشکل بر سر اجرای آگاهانه و فکورانه آن است. پس کودکان چگونه باید تأدیب شوند؟ پرسش بسیار دشواری است، زیرا اخلاق و رفتار کودکان و والدین بسیار متفاوت است. برخی از کودکان سازگارند. آنها واقعاً می‌خواهند دیگران را خوشنود کنند، اما این کار را با وابستگی به طرف مقابل و بدون درگیری انجام می‌دهند. برخی دیگر سرسخت‌تر و مستقل‌ترند.
این بچه‌ها همواره هرچه بخواهند در زمان دلخواهشان انجام میدهند. آنها می توانند چالش برانگیز، سرکش و لجباز باشند. برخی از کودکان عاشق قوانین و ساختارند و حتی در محیط‌های دشوار نیز مطیعند. برخی دیگر اندکی با در نظر گرفتن پیشبینی پذیری و روزمرگی در برابر دستورات مربوط به برقراری نظم حداقلی مقاومند. برخی به شدت خیال پرداز و خلاق و برخی دیگر محافظه‌کارتر و واقع گراتر هستند. این تفاوت‌های بسیار مهم و عمیق به شدت تحت تأثیر عوامل زیست شناسی اند و تغییر آنها از لحاظ اجتماعی کار دشواری است. خوشبختانه در مواجهه با این گونه تفاوت‌ها می توانیم به طور مناسبی از کنترل اجتماعی بهره ببریم. کمترین نیروی لازم. در اینجا ایده‌ای اولیه و صادقانه وجود دارد. نباید بیش از حد نیاز قانون وضع کرد. به بیان دیگر، قوانین بد احترام به قوانین خوب را هم از بین میبرند. این ایده معادل اخلاقی و حتی قانونی تیغ اوکام است. تیغ اوکام گیوتین مفهومی دانشمندان است که میگوید ساده ترین فرضیه ممکن سزاوارتر است. بنابراین کودکان یا رویه تأدیب آنها را با قوانین فراوان مختل نکنید، چون در این صورت دچار سرخوردگی میشوند. قوانین را محدود کنید. آنگاه به این فکر کنید که اگر یکی از قوانین شکسته شود چه باید کرد. تدوین قانون عمومی و مستقل از شرایط برای شدت تنبیه دشوار است، اما یک اصل قانونی سودمند در قانون عمومی انگلستان وجود دارد که همچنان مورد تأکید است و یکی از محصولات غنی تمدن غرب محسوب می شود. تحلیل این اصل به ما کمک می کند تا یک اصل سودمند دیگر ایجاد کنیم. قانون عمومی انگلستان به شما اجازه می دهد تا به طور منطقی از حقوقتان دفاع کنید. تصور کنید فردی به طور غیر قانونی وارد خانه تان می شود. شما یک تفنگ پر دارید. شما این حق را دارید که از خودتان دفاع کنید. اما بهتر است این کار را مرحله به مرحله انجام دهید. اگر این فرد مزاحم همسایه مست و گیجتان باشد چه باید کرد؟ با خود میگویید بهش شلیک میکنم، اما به این سادگی نیست. خب میگویید همونجا وایسا، من تفنگ دارم. اگر چنین جمله‌ای موجب توقف طرف مقابل یا توضیحی از جانب او نشد، می توانید یک تیر هوایی بزنید. آنگاه اگر مجرم باز هم جلو آمد، پایش را هدف بگیرید. این صرفاً یک مثال است و آن را توصیه قانونی فرض نکنید. برای ایجاد همه این واکنش هایی که به تدریج خشونت آمیز می شوند، می توان از یک اصل کاملا کاربردی استفاده کرد. استفاده از حداقل نیروی لازم. پس تاکنون دو اصل عمومی برای تأدیب داریم. اول، قوانین را محدود کنید. دوم، از کمترین نیروی لازم برای اجرای آن قوانین بهره بگیرید. در مورد اصل اول شاید بپرسید قوانین را دقیقاً تا چه حدی محدود کنم؟ در اینجا تعدادی قوانین را برای کودکان پیشنهاد می کنم. گاز نگیر، لگد یا کتک نزن مگر برای دفاع از خودت. دیگر کودکان را شکنجه یا اذیت نکن تا کارت به زندان نکشد. به شیوهی متمدن و شکرگزار غذا بخور تا افراد از حضور تو در خانهشان خوشحال شوند و با لذت از تو پذیرایی کنند. تقسیم کردن را یاد بگیر تا سایر کودکان با تو بازی کنند. وقتی بزرگسالان با تو صحبت می کنند، حواست جمع باشد تا از تو متنفر نشوند و در نتیجه شاید تصمیم بگیرند درسی به تو بیاموزند. با آرامش و درست بخواب تا والدینت بتوانند زندگی خصوصی خودشان را داشته باشند و از وجودت متاسف نشوند. از متعلقات خود مواظبت کن، زیرا باید نحوه این کار را یاد بگیری و باید از داشتن آنها خوشحال باشی. وقتی اتفاقی سرگرم کننده میافتد، همراه خوبی باش تا تو را در آن سرگرمی راه دهند. طوری رفتار کن که دیگران از حضور تو خوشحال باشند و همواره از مصاحبت با تو استقبال کنند. کودکی که این قوانین را بداند همه جا از او استقبال می کنند. در مورد اصل دوم که مثل اولی مهم است، شاید بپرسید حداقل نیروی لازم چیست؟ این نیرو باید به صورت تجربی تعیین شود و ابتدا باید با کمترین مداخله ممکن انجام گیرد. برخی کودکان با یک نگاه غضب‌آلود خشکشان میزند و برخی دیگر با دستورات زبانی، شاید در برخی موارد به ضربه ملایم با انگشت اشاره پشت دست ظریف کودکان نیاز باشد. این راهبرد مخصوصا در مکانهای عمومی نظیر رستوران‌ها مفید است.
میتوان آن را به شکلی ناگهانی، آرام و مؤثر انجام داد. البته حواسمان باشد که این تنبیه تشدید نشود. گزینه جایگزین چیست؟ کودکی که با خشم گریه می کند تا جلب توجه کند، محبوبیت خود را کم می کند. کودکی که بین میزها حرکت می کند و آرامش همه را برهم می زند، خودش و والدینش را بی‌آبرو می کند. بی‌آبرو لغتی قدیمی اما مناسب است. چنین پیامدهایی اصلاً مطلوب نیست و مسلماً کودکان در مکانهای عمومی رفتار بدتری خواهند داشت، زیرا آنها در حال تجربه کردن هستند. آنها بررسی می کنند که آیا قوانین قدیمی مشابه در مکان جدید نیز به کار می رود یا خیر. کودکان مخصوصاً زیر 3 ساله ها این تجربه را با حرف زدن و سوال کردن کسب نمی کنند، بلکه باید عملاً تجربه کنند. زمانی که بچه‌های ما کوچک بودند و آنها را به رستوران می بردیم، باعث لبخند مردم می شدند. خیلی خوب و مؤدب می نشستند. نمی توانستند این شرایط را طولانی مدت حفظ کنند. ما هم آنها را زیاد در رستوران نگه نمی داشتیم. پس از گذشت 45 دقیقه که سر میز نشسته بودند و اخلاقشان داشت بد می شد، می دانستیم که وقت رفتن است. این بخشی از معامله بود. غذاخوری های اطراف به ما می گفتند که دیدن یک خانواده خوشحال خیلی خوب است. ما همیشه خوشحال نبودیم و کودکانمان هم همیشه رفتار مناسبی نداشتند، اما بیشتر اوقات خوب بودند و دیدن واکنش مثبت افراد به حضور آنها بسیار خوب بود. برای کودکان هم واقعا خوب بود. آنها می توانستند ببینند که مردم دوستشان دارند. بدین ترتیب رفتار خوب در آنها تقویت می شد و این پاداششان بود. اگر به کودکانتان فرصت دهید، مردم حقیقتا آنها را دوست خواهند داشت. من این نکته را بلافاصله پس از تولد اولین بچه‌مان، دخترمان میکائیلا، یاد گرفتم. وقتی او را داخل کالسکه تاشی کوچکش در محله فرانسوی مونترال که در آنجا طبقه کارگر ساکنند راه می‌بردیم، حتی افراد گنده هیکل مست با آن نگاه‌های خشن سر جایشان می‌ایستادند و به او لبخند می‌زدند. آنها قربان صدقه دخترم می‌رفتند. ریز ریز می‌خندیدند و شکلک‌های مسخره در می‌آوردند. دیدن واکنش افراد به کودکان باعث می شود دوباره به طبیعت انسان ایمان بیاورید. وقتی فرزندتان در مکانهای عمومی رفتار خوبی بروز می دهد، این واکنش ها چند برابر می شود. برای اینکه مطمئن شوید چنین چیزهایی اتفاق می افتد، باید فرزندتان را دقیق و مؤثر تأدیب کنید. برای این کار باید نحوه اعمال پاداش و تهدید را به خوبی بلد باشید و از آموختن در موردشان گریزان نباشید. بخشی از برقراری یک رابطه با پسر یا دخترتان این است که نحوه واکنش این کودک کوچولو به عمل تأدیب را یاد بگیرید و سپس او را به شکلی تأثیرگذار تأدیب کنید. گفتن جملات کلیشه‌ای نظیر این موارد بسیار ساده است. هیچ بهانه‌ای برای تنبیه فیزیکی وجود ندارد، یا کتک زدن کودکان فقط کتک زدن را به آنها یاد می‌دهد. بیایید با جمله اولیه شروع کنیم. هیچ بهانه‌ای برای تنبیه فیزیکی وجود ندارد. نخست باید به اجماع گسترده‌ای در رابطه با این ایده اشاره کنیم که میگویند برخی از انواع بدرفتاری‌ها، مخصوصاً آنهایی که با سرقت و تجاوز مرتبط است، هم اشتباه است و هم برای آنها باید اقدام مجازاتی صورت بگیرد. دوم، باید اشاره کنیم که تقریباً همه این مجازات‌ها اشکال مختلف تنبیه روانی و فیزیکی مستقیم‌تر را در بر می‌گیرند. محرومیت از آزادی نوعی درد روانشناختی ایجاد می‌کند که اساساً با آسیب‌های فیزیکی برابر است. چنین شرایطی در زمینه انزوای اجتماعی از جمله وقفه کوتاه نیز وجود دارد. ما این موارد را از طریق زیستشناسی عصب درک می‌کنیم. نواحی مشابهی از مغز به همه این موارد واکنش نشان می‌دهند و برای تسکین آنها از داروها و آرامبخش‌های مشابه استفاده می‌شود. زندان، مخصوصاً زندان انفرادی، مشخصاً یک تنبیه فیزیکی است، حتی اگر هیچ چیز خشونت‌آمیزی اتفاق نیفتد. سوم، باید خاطر نشان کرد که برخی اقدامات ناحق باید بلافاصله و به شکلی مؤثر متوقف شوند تا حداقل مسائل بدتری اتفاق نیفتد. اگر کسی دائما چنگالی را توی پریز برق فرو می‌کند، چه تنبیهی برایش مناسب خواهد بود؟ کسی که می‌خندد و توی پارکینگ شلوغ یک سوپرمارکت این طرف و آن طرف می‌رود چطور؟ پاسخ ساده است. هر نوع تنبیهی که به طور منطقی و به سریع‌ترین شکل ممکن این کارها را متوقف کند، زیرا جایگزین این تنبیه می‌توانند مرگبار باشد، تصادف با ماشین یا برق گرفتگی.
نوع تنبیه در مثال پارکینگ و پریز برق تقریبا بدیهی است، اما تنبیه در حیطه اجتماعی نیز به کار می رود و ما را به نکته چهارم درباره بهانه‌های مربوط به تنبیه فیزیکی می رساند. جریمه‌های بدرفتاری، آن مواردی که می توانستند در کودکی به شکلی مؤثر متوقف شوند، با افزایش سن کودکتان شدیدتر می شود. این کودکان همانهایی هستند که به طور نامتناسبی تا سن 4 سالگی کاملا غیر اجتماعی باقی می مانند و بعدها جامعه آنها را در جوانی و اوایل بزرگسالیشان تنبیه می کند. در مقابل 4 ساله های آزاد و بی‌قید غالباً همانهایی هستند که در 2 سالگی بیدلیل و ذاتی روحیه تهاجمی دارند. از نظر آماری آنها بیشتر از همتایان خود ضربه و لگد میزنند، گاز میگیرند و اسباب بازی ها را بر میدارند که بعدها تحت عنوان سرقت شناخته می شود. حدود 5% از پسران و درصد بسیار کمی از دختران در این دسته قرار دارند. تکرار کورکورانه جمله هیچ بهانه‌ای برای تنبیه فیزیکی وجود ندارد مثل این توهم است که بگوییم کودکانی که زمانی فرشته بودند به یکباره تبدیل به نوجوانان آتشپاره می شوند. با نادیده گرفتن هر گونه بدرفتاری اصلاً به فرزند خود لطف نمی کنید، مخصوصاً اگر او ذاتاً روحیه تهاجمی تری نسبت به سایرین داشته باشد. به علاوه عقیده به نظریه هیچ بهانه‌ای برای تنبیه فیزیکی وجود ندارد بدان معناست که بدون تهدید به تنبیه میتوان به شکلی مؤثر به فردی دیگر نگفت. مورد پنجم، یک خانم میتواند به آقای قدرتمند و خودشیفته نبگوید، زیرا این خانم از هنجارهای اجتماعی، قانون و پشتیبانی دولت بهره مند است. پدر و مادر میتوانند به کودکی که 2 بار کیک خورده و الان باز هم کیک میخواهد نبگویند، زیرا آنها بزرگتر، قدرتمندتر و تواناتر از کودکند. آنها همچنین از حمایت قانون و دولت بهره مندند. در نهایت نگفتن یعنی اگر به این کار ادامه بدهی آنچه دوست نداری برایت اتفاق خواهد افتاد. غیر از این هیچ معنایی ندارد. در حالتی بدتر نگفتن یعنی چیزهای الکی و پوچی که طبق معمول بزرگسالان سهلنگار به کودکان میگویند. باز هم در حالتی بدتر نگفتن یعنی همه بزرگسالان بی‌تفاوت و ضعیفند. این درس بسیار بدی است، چون هر کودکی بالاخره روزی بزرگسال خواهد شد و اکثر چیزهایی که کودک می‌آموزد بدون تحمل رنج زیاد از بزرگسالان الگو برداری کرده یا مستقیما از آنها آموخته است. کودکی که بزرگسالان را نادیده می‌گیرد و آنها را تحقیر می‌کند باید در انتظار چه چیزی باشد؟ اصلاً چرا باید بزرگ شود؟ داستان پیتر پن دقیقاً در همین رابطه است. پیتر همه بزرگسالان را گونه‌های مختلفی از کاپیتان هوک می‌دید که به دیگران ظلم می‌کنند. در فکر تمساح گرسنه است که ساعتش در شکم اوست و از مرگ خود می‌ترسند. تنها زمانی که نه واقعاً یعنی نه، آن زمانی است که فردی متمدن به فردی دیگر بدون خشونت نبگوید. اکنون برویم سراغ ایده کتک زدن کودکان. فقط کتک زدن را به آنها یاد می‌دهد. اول اینکه این ایده اشتباه و خیلی پیش پا افتاده است. از نظر تازه کارها کتک زدن واژه‌ای بسیار ابتدایی برای توصیف عمل تأدیب از سوی والدین کارآمد است. اگر قرار باشد واژه کتک زدن را برای هر نوع نیروی فیزیکی استفاده کنیم، پس هیچ تفاوتی میان قطرات کوچک باران و بمب اتم وجود ندارد. شدت مهم است و اگر درباره این مسئله عمداً سهلنگار و بی‌توجه نباشیم، شرایط نیز اهمیت دارد. حتی کودکان هم تفاوت گاز گرفتن یک سگ خشن خیابانی را با گاز گرفتن ملایم حیوان خانگیشان که قصد دارد استخوانش را با بازی کردن و از روی بی‌احتیاطی بگیرد متوجه می شوند. زمانی که صحبت از کتک زدن می شود، نباید شدت و دلیل کتک خوردن را نادیده گرفت. زمانبندی که بخشی از شرایط محسوب می شود بسیار مهم است. اگر کودک 2 ساله شما با اسباب بازی چوبی بر سر خواهر یا برادر کوچکترش بکوبد و شما با انگشت ضربه ملایمی به او بزنید، وی متوجه ارتباط میان اون 2 قضیه می شود و دفعه بعد تمایل کمتری برای آسیب رساندن به آن کودک خواهد داشت. به نظر این پیامد خوبی است. این کودک 2 ساله مسلماً به این نتیجه نمی رسد که باید خواهر یا برادرش را با استفاده از آن ضربه ملایم مادرش کتک بزند. او احمق نیست، بلکه صرفاً حسود، بی‌فکر و بی‌تجربه است.
به چه طریق دیگری می‌خواهید از خواهر یا برادر کوچکتر کودک 2 ساله‌تان مراقبت کنید؟ اگر فرایند تعدیب شما مؤثر نباشد، این کودک کوچکتر زجر خواهد کشید. شاید سالها زجر بکشد. این قلدری ادامه خواهد داشت چون شما هیچ کاری برای توقف آن نکرده اید. شما از کشمکشی که برای برقراری صلح ضروری است اجتناب خواهید کرد. چشمانتان را روی قضیه می‌بندید و در ادامه وقتی که بچه کوچکتر روبرویتان می‌ایستد، حتی شاید در بزرگسالی میگویید اصلاً فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. شما خودتان نمی‌خواستید بدانید، پس ندانستید. شما مسئولیت تأدیب را نادیده گرفتید و سعی کردید همیشه خودتان را مهربان جلوه دهید. در هر خانه شیرین زنجبیلی یک جادوگر است که کودکان را میبلد. با این تفاصیل چه گزینه‌هایی پیش روی ماست؟ 1. تربیت کارآمد و 2. تربیت ناکارآمد. اما هیچ وقت نباید گزینه دوم را اجرایی کنیم، زیرا طبیعت و جامعه خطاهایی را که از رفتارهای دوران کودکی بدون اصلاح باقی مانده‌اند به شدت مجازات خواهد کرد. در واقع به تعدادی نکته کاربردی اشاره می‌کنم. وقفه کوتاه می‌تواند تنبیه بسیار موثری باشد، مخصوصاً زمانی که از کودک بدرفتار پس از اصلاح رفتارش استقبال شود. یک کودک عصبانی باید مدتی به حال خودش باشد تا آرام شود. آنگاه باید به او اجازه داد تا به زندگی معمول خودش بازگردد. این یعنی به جای اینکه عصبانی کودک برنده شود، خود کودک برنده خواهد شد. قانون این است: بعد از آن که رفتارت را درست کردی، بیا پیش ما. این معامله خوبی برای کودک، والدین و جامعه است. این نکته را زمانی متوجه می شوید که کودکتان مجددا رفتارش درست شود. در آن صورت علیرغم بدرفتاری قبلیش دوباره او را دوست خواهید داشت. اگر هنوز عصبانی هستید، شاید به خاطر این است که هنوز کودکتان به طور کامل رفتارش را اصلاح نکرده است، یا شاید باید فکری به حال اخلاق خودتان کنید و کینه‌توزی را کنار بگذارید. اگر کودک شما فوق‌العاده لجباز است و مدام روی پله‌ها یا داخل اتاقش می‌دود و می‌خندد، باید محدودیت فیزیکی را نیز به تکنیک وقفه کوتاه اضافه کنید. کودکتان را با دقت و محکم از بازوانش بگیرید تا از ورجه وورجه کردن دست بردارد و به حرفتان گوش دهد. اگر نتیجه نداد، می توانید او را وارونه روی زانوی خود قرار دهید. برای کودکی که محدودیت‌های اخلاقی را کاملا خلاقانه زیر پا می‌گذارد، ضربه‌ای که به پشت کودک زده می‌شود نشانه جدیت لازم در یک بزرگسال مسئول است. حتی چنین تنبیهی نیز در برخی از موقعیت‌ها کافی نیست، چون برخی از کودکان بسیار لجباز، مکاشفه‌گر و سرسختند، یا رفتار کودک آنقدر توهین‌آمیز است که این تنبیه نتیجه‌ای نمی‌دهد. اگر به چنین مسائلی فکر نکنید، والدین مسئولیت پذیری نیستید. در واقع چون وظیفه خودتان را در زمینه تأدیب فرزندانتان انجام نمی‌دهید، عواقب بسیار بدتری در انتظار آنها خواهد بود. خلاصه اصول: اصل تأدیب 1: قوانین را محدود کنید. اصل 2: از حداقل نیروی لازم استفاده کنید. اصل 3: والدین باید در کنار یکدیگر باشند. پرورش کودکان خردسال خسته کننده و دشوار است. به همین دلیل امکان دارد یکی از والدین، پدر یا مادر، به سادگی دچار خطا شود. بیخوابی، گرسنگی، عواقب یک مشاجره، خماری، روز کاری بد، هر کدام از این موارد میتواند باعث شود که فرد منطق خود را از دست بدهد. اما همه این عوامل در کنار یکدیگر میتوانند باعث خطرناک شدن پدر یا مادر شوند. تحت این شرایط باید فرد دیگری باشد که امور را رصد، مداخله و درباره آن بحث کند. در این حالت کمتر پیش می‌آید که کودک فتنه‌گر و نقنقو و پدر یا مادر خسته و اخمو آنقدر اعصاب یکدیگر را خراب کنند که اوضاع از کنترل خارج شود. پدر و مادر باید در کنار یکدیگر باشند تا پدر نوزاد مراقب تازه مادر باشد و مادر پس از 30 روز شنیدن ناله بیوقفه نوزاد به خاطر معده درد از 11 شب تا 5 صبح خسته و درمانده نشود. منظورم این نیست که مادران تنها را باید سرزنش کنیم، چون بسیاری از آنها به طرز غیر ممکن و شجاعانه تلاش زیادی می کنند و تعدادی از آنها نیز مجبور شدند به تنهایی از رابطه خشن فرار کنند. اما این بدین معنا نیست که وانمود کنیم همه اشکال خانواده به یک اندازه قابل دوامند.
این گونه نیست. منظور من همین بود. اصل چهارم جنبه‌های روانشناسی بیشتری دارد. والدین باید ظرفیت خود را برای خشونت، انتقامجویی، غرور، سرخوردگی، عصبانیت و فریبکاری بشناسند. تعداد بسیار اندکی از پدران و مادران آگاهانه تصمیم می‌گیرند که در حق فرزندانشان کار بدی انجام دهند. اما تربیت نادرست از سوی والدین بسیار شایع است. زیرا افراد همانقدر که ظرفیت انجام کارهای خوب را دارند، ظرفیت زیادی برای انجام کارهای بد نیز دارند و چشمانشان را نیز به روی این حقیقت می‌بندند. مردم پرخاشگر و خودخواه و نیز مهربان و باملاحظه‌اند. به همین دلیل هیچ انسان بزرگسالی یا هیچ میمون انسان نمای شکارگر و سلسله مراتبی نمیتواند سلطه کودکی نوپا را تحمل کند. بدین ترتیب انتقام به وجود می آید. برای نمونه تلاش والدین بسیار صبور و مهربان برای جلوگیری از بدخلقی کودکشان در سوپرمارکت محله بی‌نتیجه است. پس از 10 دقیقه وقتی کودک با اشتیاق به سمت مامان و بابا می دود تا جدیدترین دستاوردش را به آنها نشان دهد، آنها از روی انتقام به کودکشان بی‌محلی می کنند. این پدر و مادر که به اندازه کافی شرمنده شده و درگیر نافرمانی و سلطه‌گری کودکشان بودند، حتی اگر والدینی از خود گذشته باشند باز هم خشمگین می شوند. آنگاه تنبیه واقعی شروع خواهد شد. این خشم میل به انتقام را پرورش می دهد. در این شرایط ابراز عشق خیلی کم می شود و این عدم ابراز عشق به کودک را توجیه می کند. فرصت های کمتری برای رشد شخصی کودک در نظر گرفته می شود. والدین خیلی نامحسوس از کودکشان روی گردان می شوند و این صرفاً آغاز مسیری است که به جنگ تمام عیار خانوادگی منتهی می شود. جنگی که اغلب در جهان زیرین و پشت این وضعیت بظاهر عادی بودن و عشق اتفاق می افتد. بهتر است از این مسیر که به کرات پیموده شده اجتناب کنید. پدر یا مادری که از ظرفیت و تحمل اندکش در قبال بروز بدرفتاری کاملا آگاه است، می تواند راهبرد تربیتی مناسبی برنامه ریزی کند. مخصوصا اگر همسرش نیز که به همان اندازه از ظرفیت و تحملش آگاه است، او را نیز زیر نظر داشته باشد. به علاوه هرگز نگذارید کار به جایی برسد که نفرت واقعی ظهور پیدا کند. هوشیار باشید. خانواده‌های خطرناک همه جا یافت می‌شوند. این خانواده‌ها هیچ قانونی وضع نمی‌کنند و حد و مرزی برای بدرفتاری قائل نمی‌شوند. والدین این خانواده‌ها به طور تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی فرزندانشان را به شدت تنبیه بدنی می‌کنند. مهم نیست فرزندان این خانواده‌ها ترسو باشند یا لجباز یا مخالف آن پوست‌کلفت باشند. بالاخره در آن محیط بی‌نظم زندگی می‌کنند و زجر می‌کشند. این وضعیت خوب نیست و می‌تواند مرگبار باشد. در اینجا به پنجمین، آخرین و عمومی‌ترین اصل می‌رسیم. وظیفه والدین این است که نقش نمایندگان دنیای واقعی، نمایندگان مهربانی، نمایندگان مراقبت را ایفا کنند. به هر حال آنها نماینده‌اند. این تعهد به سایر مسئولیت‌هایشان چیره می‌شود تا رضایت را تضمین، نوآوری را تحریک و اعتماد به نفس را تقویت کنند. وظیفه اصلی والدین این است که کودکانشان را به طور مطلوبی اجتماعی تربیت کنند. چنین تربیتی برای کودک فرصت، عزت نفس و امنیت ایجاد می کند. چنین تربیتی حتی از تقویت هویت فردی نیز مهمتر است. به هر حال زمانی می توان این هدف با ارزش را دنبال کرد که درجه بالایی از مهارت اجتماعی حاصل شده باشد. فرزند خوب و والدین مسئول. کودک 3 ساله‌ای که کاملا اجتماعی است، مؤدب و متعهد نیز هست. چنین کودکی پخمه نیست. او علاقه سایر کودکان را جلب می کند و باعث تحسین بزرگسالان می شود. او در دنیایی زندگی می کند که سایر کودکان از او استقبال می کنند و برای جلب توجهش با یکدیگر رقابت می کنند و بزرگسالان به جای آنکه پشت لبخندهای مصنوعیشان پنهان شوند، از دیدن چنین کودکی واقعا خوشحال می شوند. کسانی او را به دنیا معرفی می کنند که مشتاقند این کار را انجام دهند. تأثیر این موارد در شکل‌گیری هویت نهایی کودک از تأثیر والدینی که بزدلانه از درگیری‌ها و تربیت روزانه کودکان فرار می‌کنند بیشتر است. درباره رفتارهای کودکتان که شما خوشتان می‌آید یا بدتان می‌آید با همسر خود یا با یکی از دوستان صحبت کنید.
راحت باشید و از رفتارهای کودکتان حرف بزنید. رفتارهایی که آنها را دوست دارید یا از آنها متنفرید. در این حالت می توانید موارد مناسب و نامناسب یا خوب و بد را از یکدیگر تفکیک کنید. آنگاه تفاوت میان خیر و شر را تشخیص خواهید داد. وقتی موضع خودتان را مشخص کردید، یعنی پس از آنکه کینه‌توزی، تکبر و خشم خودتان را ارزیابی کردید، می توانید یک گام جلوتر بروید و رفتار کودکتان را اصلاح کنید و سپس مسئولیت تربیت آنها را بر عهده بگیرید. به علاوه اگر در فرایند تربیت کودکان ناگزیر اشتباهاتی را مرتکب شدید، مسئولیتش را بر عهده بگیرید. همچنین می توانید هنگام اشتباه کردن عذرخواهی کنید و کارتان را بهتر انجام دهید. روی هم رفته شما بچه‌هایتان را دوست دارید. اگر رفتارشان باعث شود که از آنها متنفر شوید، به این فکر کنید که فرزندانتان چه تأثیری بر دیگر افرادی خواهند گذاشت که خیلی کمتر از شما به فرزندانتان اهمیت می‌دهند. این افراد کودکان شما را به خاطر قصور در انجام کاری یا ارتکاب عملی ناشایست به شدت تنبیه می‌کنند. پس اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. بهتر است اجازه دهید تا هیوله‌های کوچولوی شما بدانند که چه رفتارهایی مطلوب و چه رفتارهایی نامطلوب است تا در دنیای بیرون از خانواده به شهروندانی با فرهنگ تبدیل شوند. کودکی که سر به هوا نیست و به حرف والدینش گوش می‌دهد می‌تواند بازی کند، نق نمی‌زند. بدون اینکه کسی را ناراحت کند با دیگران شوخی می‌کند و مورد اعتماد است. هر جا برود دوست پیدا خواهد کرد. معلمان و والدینش او را دوست خواهند داشت. اگر مؤدبانه نزد بزرگسالان برود، آنها نیز از وی مؤدبانه استقبال می‌کنند. به او لبخند می‌زنند و با خوشحالی به او آموزش می‌دهند. کودکی با این خصوصیات در دنیایی که خیلی راحت می‌تواند بی احساس، نابخشودنی و خشن باشد، رشد خواهد کرد. قوانین شفاف برای کودکانی ایمن و والدینی آرام و منطقی نتیجه بخش است. اصول شفاف برای تربیت و تنبیه موجب برقراری تعادل میان مهربانی و عدالت خواهد شد، به گونه‌ای که پیشرفت اجتماعی و بلوغ روانی به شکلی بهینه ترویج می‌یابد. قوانین شفاف و اصول صحیح به کودک، خانواده و جامعه کمک می‌کند تا نظم را برقرار و حفظ کنند و آن را توسعه دهند. همان نظمی که ما را از بی‌نظمی و وحشت‌های جهان زیرین محافظت می‌کند که همه چیز در آن مبهم، اضطراب‌آور، مأیوس کننده و ملال‌انگیز است. هیچ هدیه‌ای ارزشمندتر از هدیه‌ای وجود ندارد که والدینی متعهد و شجاع آن را به کودکانشان اهدا می‌کنند. نگذارید فرزندانتان کاری کنند که از آنها متنفر شوید.